салому дуруд ба бинандагони шабакаи моҳвораи Паём ТВ. бо дархости зиёди шумо бинандагон дар ин навор бароятон омӯзиш медиҳем ки чӣ гуна бояд ба шабакаи моҳвораии мо пайваст шуд. барои ин харидани мавҷгири нав лозим нест ва танҳо бо пайваст кардани як сараки мавҷгири LMB ё ҳамон галовкаи иловагӣ метавонед ин корро анҷом диҳед. ин мавҷгири ҳотбёрд аст ки бештари шумо аз он истифода мекунед. нигоҳ кунед, ҳотборди 13 дараҷаӣ ва ин ҳам шабакаи PMC Manutу. бо ҳамин мавҷгир шумо метавонед ба моҳвораи Eutelsat пайваст шавед. барои ин як дона сараки мавҷгирӣ лозим дорем, як дона дастақайчӣ ва як дона хамут. дастақайчиро бо хамут рӯи сараки мавҷгирии ҳотборд мечаспонем. симро бо LMB Eutelsat пайваст ва сипас танзим мекунем. ин ҳам моҳвораи Eutelsat ва ин шабакаи Manutу ки дар аввалин мақом пайдо шуд ва ҳоло мо онро танзим мекунем. инак моҳвораи Eutelsat танзим шуд ва чуноне ки мебинед фосила байни ҳарду сараки мавҷгирӣ хеле кам аст. акнун метавонед бо ҷустуҷӯ дар ин моҳвора шабакаи Паём ТВ-ро ҳам пайдо кунед. чуноне ки мушоҳида кардед, заҳмати зиёде сарф нашуд ва пайвастанаш ҳам бисёр осон аст. акнун ки ёд гирифтед, ҳар як аз шумо метавонед аз таҷрибаи пайвастан ба шабакаи мо як навор сабт намоед ва ба мо ирсол кунед. беҳтарин навор ба ҷои ин навори мо ҳамчун навори омӯзишӣ истифода хоҳад шуд. мо метавонем барои бехатарӣ садои шуморо иваз кунем. бо мо бошед ва барномаҳои Паём ТВ-ро пайгирӣ намоед. нишонии мо дар моҳвораи Eutelsat. моҳвора Eutelsat 7B، мавқеият 7 дараҷаи шарқӣ، фреконс 11262, суръати нишонӣ 27500, поляризатсия HFEC 5/6. سلام و درود هموطنان عزیز، بینندگان گرامی. اینک ما باز در ماراتون نوبتی خود در کانال یوتیوبی پیمان ملی تاجیکستان و همزمان در شبکه موقعی پیام تv قرار داریم که این مواره رو در تاجیکستان میتوانید داشت و تماشا کرد. هر دفعه ما با همین شروع میکنیم، یعنی شما رو به اون تشویق میکنیم که هرچی بیشتر شهروندان ما و وطنان ما با مواره ما پیوست شوند و ما رو رایگان در تلویزیون های خود با سرعت و صفت خوب تماشا کرده باشند. اینک شروع میکنیم از خبرهای تازه از بدخشان. امروز خبری رسید که از مرکز، از پایتخت باز نیروهای علاوگی راهی بدخشان شدند. از نزدی وزارت کارهای داخلی چند ماشین و چند زره‌پوش با نظامیان راهی بدخشان شدند و به نظر می رسد که اینها روز از روز نیروها را آنجا گسترش داده ایستادند و این نیروها خب آنجا خودشون خیلی که خبرها به ما می رسند، حتی بیشتر اکثر کل همین اعضای جزو تام ها، چه افسر باشد چه عسکرهای قطاری، اصلا اشتهای و سوی مردم تیرکشایی ندارند و اینها در حقیقت اینها
گروه های مخصوصی قاتلان را دارند که اونها را در قتل عام زندانی ها استفاده برده بودند، چه در سقدو چه در وحدت. اونها را در سال 2014 در خروق استفاده بردند، در مرکز شهر که اون وقت مردم را تیرباران کردند و اخیرا در ماه سپتامبر دو جوان را که در خب محل نزد سرحدی افغانستان در درون ماشین تیر زدند و امین ها بودند که گلبدین را 2 ماه پیش در ناحیه روشقلا در دهه تفدیم به قتل رساندند. و چنین گروه های کوچک تعیینات مخصوص اینها دارند که ایشان هم یک گروه های بر عوض آن که اونها گروه هایی هستند که از بودجه یعنی معاش رسمی میگیرند، یعنی معاشی که طبق خب شتات نرسپتانی میگن معاش دارند، اون معاش هم میگیرند و باز زرخریدی هم میکنند. یعنی همانهایی که در سال 2012 در قتل اون شرکت داشتند در زندان ها، بعد هر عملیات اونها با عباره مکافات پولی میگیرن، یعنی پریمی که میگن، یعنی اینها رسما از جیب ما، از کیسه من و شما خب معاش میگیرن و معاش علاوگی هم میگیرن. خب چند حاضر خب یک خبر دیگر در بدخشان در روزهای اخیر از بدخشان شما شاهد بودید که نوارهای یا رسمهای صورتهای در شبکه ها پهن می شدند، چون در اینجا رومینگ های سیمکارت های روسی با رومینگ روسی در دست بعضی برادرها بودند، ولی اینها آمدند و نشانرس همان رقمی رو که پیدا کردند که او در دست یک زاده بدخشان است و او میتواند از اون اینترنت استفاده برد، اونا رو هم نمیدونم در موافقه با شرکت های روسی یا چه رقمی اونها رو بلاک کردن دارن و امروز قریب که از این منبع تماس با داخل قریب که محروم هستیم و اخیرا نوار در شبکه ها پیدا شد که آن اظهارات محمد باقر است که خب طبق اطلاعی که در دست داریم حاضر شدیدتر می شود ورود و خروج از بدخشان. در هنگام ورود و خروج از بدخشان شاید تلفن های موبیلی رو هم تفتیش کنند که یگان نوار در آن نباشد، فلشکه ها و دیگر وسایل انتقال اطلاعات را میخواهند در هنگام خروج از بدخشان مخصوصا اونها را تفتیش کرده باشند. چون این خبر هم داریم و یک خبر دیگر، خب این خبر بعدتر میگم. خب حاضر امان پاره از مراجعت محمد باقر را با هم تماشا میکنیم و شما میتوانید در شبکه ها آن را برآمد کامل با متن کامل برآمد محمد باقر را تماشا کرده باشید. ما فقط یک پاره اینجا میمانیم. سلام علیک. Özüm Muhammed Bakırov Muhammed Bakır. Sukin şari xamru. Ama 30 سال was baloyan. از دست یک می حکومت نفهم چیزر ممکن دوست که راستم ساعت دوست که خواب تلویمت دوست که خمردم جاد وستپات سکنمت معلوم نسلی ورخوش
Hoje, baš kaçka narid. Maš kaderin in zid fok. Maš am bachafuk bandi. Si sole ma. Usuya khandis. Maš arna prezidente dar kurna i cheez. Na maš cheez wazifat laba. Rosta i cheez maşan leva usuyak maşla ki di maş zindagi ankhar. At na gdetta me bandinat zini maşat. 2012 dinjat 15 nafar soldat arme qatari 24 nafari maş zid sünga zakhmeyat khuyna verinat. Dozuro Schönsdan det var jag vart galain sred bilden ja då rana farin zid. Vad надо наказать sin qonun khizan. Nej чай маш ham. Nejat tabalin. Vay mu bechura badakhshin tutajab bechura. Indizin جنوب عمو رزرفات سانخو نفس لور ماشا نفس خان نماش ترجو راضين ما ترج دي مقطع نايو دخمن مسنس نايام دولت الخير نتشوجت نپرزدين تردت نيشر روستا دزگا چیز ماشن خماش ملکم وسوق ماشنا لاكي والله لب بيرام هر ماشنا خون بدني بريسكا روسا ترام صدت توجيك دزگا جويلنس دزگا بيرام دزگا مدارك شو خب این بود پوره از مراجعت محمد باقروف و در اینجا خب در شبکه‌های اجتماعی بسیار چندین صدها بازنشر شده بود همین ویدیو. یعنی همین ویدیو رو اگر بازنشرش نظر کنیم با چند زبان، با زبان تاجیکی، ترجمه با زبان تاجیکی، ترجمه با زبان روسی، ترجمه با زبان انگلیسی در تمام شبکه‌ها پهن شده است و اکثر کل مردم در شرح ها از این نفر جانبداری میکنند و از دشمنانش، یعنی از همان مقاماتی که امروز در سر قدرتند، از اونها انتقاد میکنند. و ببینید آیا در تاجیکستان هست چنین افسری، چنین جنرالی که طبق آیین‌نامه و طبق فرمان حتی سپاهی ها زیردستاش آماده باشند که با قیمت جان از او دفاع کنند. امروز محمد باقر یک افسر مستعفی است که مردمی به سلاح، مردمی که به این هم در محاصره شدید اطلاعاتی و اقتصادی قرار دارد که تقریبا نان خوردنی ندارد، تقریبا در جیبش تنگه ندارد و با معاش اونها، با تنگه اونها، با اندازه که از اونها ستانده می شود، امروز به سر اونها ارتش بزرگی را آوردن و این مردم آماده‌اند که جان خود را قربان همین انسان کنند. اون شرح ها در شبکه‌های اجتماعی رو گذاریم یک سو، اون دیگر مسئله هایی که جانبداری هایی که در شبکه‌های اجتماعی هست گذاریم یک سو. لیکن اون نفرایی که با مرد و زن، دقت کنید، مرد و زن حاضر در خاروق، مرد و زن در حمایت از باقر خیستند و آماده هستند که با قیمت جان از جان این مرد، این مردی که
یکی از کمترین مردهایی که در تاجیکستان باقی مانده است، از با قیمت جان از جان این دفاع کنند. خب این الکی غلبه کرد. محمد باقر نوابسته از نتیجه این عملیات که نظامیان قدرتی ها طرح ریزی کردن، نوابسته از نتیجهش غالب برآمد. محمد باقر غالب برآمد با همین سرسپردگی که نسبتی با همین حمایتی که حمایت عمومی خلقی عمومی مردمی که محمد باقر امروز کسب کرده است، او الکی غالب است. او نشان داد که همین جناب عالیشتان، همین پیشواتان، همین نمیدونم چیز دیگری که اعلانش نکردید، یک ذره از محبوبیتی که باقر دارد ندارد. و این همین هم از بدبختی همین حکومت است و باعث نگرانی بنده است که محض همین محبوبیت، یعنی اون رشک شدیده که احساس رشکی که رحمانوف دارد، او چنین انسان رو هرگز نمی بخشد، هرگز نمی بخشد. چنین محبوبیت رو به کسی نمی بخشد، به فرزند خود نمی بخشد. اگر امروز که بعضی وقتا آدما گروه ها بر رستم مکتوب میزنن، این باعث غضب سختی رحمانوف می شود که چه حق دارند که من اینجا زنده ام و اینها بر رستم مکتوب میزنند. یعنی امروز او احساس رشک او، حتی اگر درک کند که رستم محبوب تر از اوست، اصلا رستم رو هم نمی بخشد. چه رسد به محمد باقری که الکی رحمانوف احساس کرد که اون محبوبیتی که باقر دارد، اون محبوبیت رو رحمانوف در عمرش ندیده است و نخواهد دید. امروز نفری در کنار رحمانوف پیدا نمی شود که بر عوض اون معاشی که معاش انگفته که میگیرن، بر عوض اون بیزنس هایی که بعد تمام تلخرانی در تمام جمهوری دارن، بر عوض همه این مکافات ها گمان نکنم که همین خیل نسبت رحمانوف کسی سرسپرده باشد که با قیمت جان، یعنی سینه‌اش را برای رحمانوف سپر نکرده باشد. و این را رحمانوف امروز احساس کرد. این را و خیلی توقع ناجا داریم ما بدخشانی ها هم و دیگر شهروندان تاجیکستان که اینجا دست قدرتی ها است، دست یتیموف است، دست رمضان رحیم زاده است و رحمانوف گویا اصلا در اینجا دخیل نیست و رحمانوف مردک خوب است و او بیخبر است یا یک رقم دیگر. نه رحمانوف همین محبوبیت رو بخشیدن هرگز نمیتواند، متاسفانه. و امروز ما شاید چنین یک دشمنی نسبت بدخشان و بدخشانی ها شدیم و بر عوض اون محبوبیتی که بدخشانی ها نسبت محمد باقر نشان دادن، این بدخشانی ها، رحمانوف از بدخشانی ها هم امروز متنفر شده است و تمام سعی و تلاشش رو میکند که بدخشانی ها را یک نوع جزا دهد. بدخشانی ها، اون بدخشانی هایی که بر رحمانوف باقر را انتخاب کردند. و امروز ببینید یک رئیسه که ارزشی نمیدانم چی را ندارد، میآید و
خود را پایش را به محمد باقر دراز میکند و ببینید رئیس شهر چی میگه. тавре ба ҳамаи шумо маълум аст, гурӯҳҳои дигари сокинони шаҳру ноҳияҳои вилоят ва берун аз он ки ягон салоҳияти ҳуқуқӣ надоранд, бе мувофиқаи мақомоти давлатӣ аз пеши худ сокинонро ҷамъ менамоянд, мулоқотҳо ташкил мекунанд ва ба паҳн намудани маълумоти беасос, наворҳои видеоӣ ва муроҷиатҳои ғайриқонунӣ даст мезананд, ки хилофи қонунгузории ҷории ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. таҳлилҳо нишон доданд, ки чунин гурӯҳи ғайриқонунӣ бо маслиҳати пешакӣ ва талаби гурӯҳҳои муташаккили ҷиноӣ фаъолият намуда, ҳатто бо таъкиди онҳо ҷиҳати даст кашидани вакилон аз фаъолияти вакилии худ тавассути фишору зӯроварӣ ва ба ҷои онҳо таъин намудани интихоботҳои нав бо таҳдиди рад намудани аз маърака даст доранд. бо дар назардошт талаботҳои ғайриқонунӣ ва фаъолияти беасоси ин гурӯҳҳо ба намояндагӣ аз номи мақомоти ҷораи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Хурӯғ аз сохторҳои низомӣ ва қудратӣ талаб менамоем, ки нисбати чунин аъмоли ғайриқонунии гурӯҳи шаҳрвандон чораҳои қонунӣ андешида шавад. зеро ин салоҳияти бевоситаи вакилони мардумӣ, раисони маҳаллаҳо, халифаҳо, ҷамоатҳои шаҳрак ва сохторҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ мебошад, ки дар асоси талаботҳои қонунӣ ва мувофиқаи бевосита бо мақомоти давлатӣ фаъолият менамоянд мебошад. خب بینید در این اظهاراتش امین شودی کفرسلان رئیس شهر خوروغ در امین اظهاراتش خیلی نسبت محمد باقر سخنان میگه که اونها را نآوردم، لیکن در دوامش همین قسمت به من خیلی جالب بود. این قسمت را بر ضد همان گروه 44 ترتیب داده سخن کرده است که اونها به خاطر اعتدال وضع کوچه به کوچه با مردم نشست ها برگزار کردند در همکاری با مقامات محلی حاکمیت دولتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان. یعنی حکومت ولایت، مقامات های ولایت از همین جلسه ها البته جانبداری میکردند و اینها میرفتند و موقعی یعنی رفتی تفتیشات و رفتی همان اجرای طلبات و عموما مردم را به آرامی دعوت میکردند. این آمد و آنها را یک گروه قریب متشکل جنایی اونها را هم قلمداد کرد و این کنایه از فراموز ایرگاشوف بود که در جلسه های خب کوچه به کوچه که واخوری گذران در آنجا خب با مردم صحبت کرد و یکی از اونها از محله برخوروغ نوارش در شبکه ها پخش شده بود و این کنایه و این سنگ به حولی همون فراموز ایرگاشوف بود. و ببینید باز در دوام یک چیز دیگر هم بسیار جالب گفت. از ساکنان شرفمند شهر خوروغ دعوت می نمویم که به نوبدوری شبانه روزی فرزندانشون، سوزاندن بالون‌ها و ماندن پست‌ها، اینچنین محکم کردن راه‌ها پیشگیری و خودداری نمویند، زیرا این عمل آنها غیر قانونی بوده. نسبت به چنین شخصان باز پرونده‌های جنایتی گشوده می‌شوند و حیات جوانان ناآگاه را داغدار می‌سازد. یعنی جوانان شهروندان تاجیکستان ساکنان خوروغ که از خانه هایشان به دفاع خیزیدند، یعنی در حولی هاشون شب من در حولی خود شب خواب نمی کنم چون که از هجوم به خانم در هراسم. از هجوم یک گروه خب تروریستی، گروه های تروریستی که در بدخشان جمع شدند، از همین گروه های تروریستی به خانه من هجوم کردنیان، من از آن جلوگیری کردنیم. یعنی من بیدار بودنیم که فرزندای من مورد حمله، مورد هجوم، مورد تجاوز این تروریستا قرار نگیرند. این میگه که به خاطر همین ایستادن در کوچه
به خاطر ایستادن من در کوچه این بالای من پرونده کردنی است و خبر از خروق یافتیم که در محله حداقل در محله که اون رو محله بیمارخانه ولایتی میگوییم، در این محله و محله خب چی میگن شریف آباد از طریق ماشین قطعی بیگاهی گشت و گذار کردند و اعلان کردند رنگی که در دوره شوروی افتکلوبا بودند، همین خیلی رنگ افتکلوب حرکت کرده و اعلان کرده است که در خانه هاتون شینید به بیرون نبراید. این یک نوع مانند بهان میکند که یک قشون غاصب فاشیستی در فرض کردیم قلمرو بلاروس و اوکراین و دیگر زمین های اشغالی میکرد، بگاهی میبرآمدند و اعلام میکردند که از خانه ها بیرون نبراید، کسی براید مورد حمله و مورد تیرپرانی قرار میگیرد، یعنی کشته میشود. همین کار همین میرشهر در همان قسمت شهر کرده ایستاده است که در آنجا خب نسبتاً میکرورایونایی هستند که در اونجا جوانها که خب از حقوق خود استادگری دارند، اونها در اونجا خب اونقدر فعال نیستند. یعنی در محله های بمانند تیرچید، بمانند برخوروخ، چنین افتکلوب ها هنوز حرکت ندارند، لیکن نشانه فشارآوری، نشانه خب جمهوری چین در نسبت مسلمان ها که اون عمل های هستند، اما نشانه در خروخ احیان پیدا شدن دارد و نیتشان مز امین است که همین رژیم را در خروخ جاری کردنی‌اند و اینها میخواهند هنوز اول یک شبانه روز وقت دادن برای مردم ساکنان برخوروخ، حاضر برای ساکنان برخوروخ یک هفته وقت دادن و به نظر میرسد که اینها محاصره اقتصادی بدخشان و به ویژه خروخ و به ویژه برخوروخ را خیلی شدیدتر کردنی‌اند و خسته کردنی‌اند مردم را تا مردم خودش بیزار شود و به یک اقدام دست زند و این خیلی بازی خطرناک است و در پی این کدام نیرو می ایستد، در پس رحمانوف، من نمیگویم که در پس یتیموف، در پس رحمانوف کدام دولت است و کدام مقصد را پیش گذاشتن، این خیلی سوال برانگیز است و در پس رحمانوف کدام از فرزنداش و دامادهاش است که میخواهد شاید یگان بیزنس، یگان کارخانه، یگان چیز مشترک، کارخانه مشترک چین و تاجیکستان را تأسیس دادنی‌اند و این مردم به اینها خلل میرسانند. همین خیلی چیز است، همین خیلی احساس می شود که اینها شدیدن، یعنی قاطعانه همین مسئله گذاری دارند و قاطعانه این را حل کردنی‌اند و این را توسط همین دو نفر رمضان رحیم‌زاده و یتیموف حل کردنی‌اند، چون اینها به گفت روزها سپیست شدگی اند، دو جنرال سپیست شدگی و شاید هم رنگ عبدالله نظروف در اینجا کسی را قربان تیند و اون را بار مردم بدخشان کنند. این هم از احتمال دور نیست، چون این آدم ها الکی به گفت مردم ما سپیست شدند، یعنی کارناشایان. اینها به هر حال بعد قضیه خروخ، هر خیلی که اون قضیه ختم نشود، بعد قضیه خروخ همین دو سه جنرال از وظیفه آزاد کرده میشن. اکثریت همین
ساختارهای قدرتی کلا عوض میشوند و اینها چیز خدا رسالت خدا به اتمام رساندن و این آخرین چیز وظیفه که اینها گرفتن محض بدخشان و خوروغ است و در نتیجه برای رحمانوف اصلا یگان فرق ندارد که این گنرال ها چه رقم این مسئله رو حل میکنند، برد میکنند یا باخت میکنند. اگر باخت کردند رحمانوف میآید همچون یک صلح آور در بدخشان باز یک با دبدبه آخری و مردم او را با بالای دست میکند که بدخشان را از ورطه هلاکت رحمانوف نجات داد. خیلی که یادگار فیض بهو همین خیلی بها داده بود. باز میآیم و باز همین بها را میتیم اگر این گنرال ها در اینجا به باخت روبرو شوند. در اینجا یک صلح آور به مانند رحمانوف. اگر اینها خدای ناخواسته تمام نیت هاشان را پیاده ساختن، اینها را باز عیبدار میکند برای همون جنایت های جنگی که جنایت های ضد بشری که البته انجام میشود، البته نارضایتی در بین بدخشانی ها میشود، البته نفرت بدخشانی ها نسبت حکومت رحمانوف زیاد میشود، میآیند و عیبدار مییابند و باز همین گنرال ها عیبدار میشوند و در هر دو حالت هم رحمان برد میکند. رحمان برد کردنی است. او برای همین رنگی که یک بلش که فوتبال یا یک بلش که گوشتین یا یک بلش که باکس شش است و تماشا دارد و ستافکا کرده او رستم ششتن ستافکا کرده که اینش میبرد یا اوش میبرد. در اینجا اصلا مطرح نیست که کی قربان میشود، چقدر قربان نمیتید مردم ما. اینها اصلا در قصه اون نیستند. آبروی اعتبار حکومت دولت تاجیکستان در عرصه بین المللی چه رقم میشود در این هم اینها نزد اینها اصلا مطرح نیست، چون که اینها یک خوجه خارجی را برای خود پیدا کردند که آن هم جمهوری چین می باشد و اینها آمدن برای همین. حاضر یک ویدیو دیگر برآمده است و بدتر نشون میدیم، لیکن در اینجا نه شاید امان نشون تیم اول، چون که ما در نوبت دیگر ویدیو را داشتیم، لیکن امان ویدیوی خوب اینجا شرافالدین نمایندگی ایستادم، میخواستم شرافالدین با استودیو بیارم، لیکن پیش از شرافالدین امان ویدیو اگر دسترس باشد ویدیویی امان توقیدارهایی که در یک نقشه شوم دیگری یتیم و فرمه جواب و اوانگارد هاش هستم. اگر نه اگر یاس خانه دا مردم بدخشان دا یک اینا میشه بچه کلوب گفتانیم دا همین 24 تا پشتی همین یک 4 تا جنایتکار همین آدمی که همین روز یک جامعه تیج رو میبره امروز بایی درجه آورده رسونده باید مردم بدخشان باید پشیواره نگیرن، در ولایت قانون باشن، باید که این آدم ها نزد قانون را جا بودن. یکی اگر پای این مردم باید فراموش نکنن. مثال ما خلق کلوب هیچی نداشتیم، ما تاجیکستان را آرام کردیم. ما مثال گپ بزنیم، ما ترسوندنی نیستیم. برای ولایت قانون، برای که باید همین قانون تنجی باشه، آرامی باشه، عسکرای پیاده‌گرد جناب عالی در کلوب شهر در تاجیکستان در شهر کلوب مهم این راهبری استاد رستم نبی وقتی ما هم وقت تیاریم که الان وقتی که دولت حکومت ما را دعوت میکنه ما تیاریم. ببینید همین آذر شرافالدین من کمک اینا چی کنم کامنتیر وقت کنم و بعد به شما سخن میتیم. ببینید اینجا
اینجا همین مجری چی میگد؟ یعنی این بدبختی را بینید، اینها باز دامن زدنی ان جنگ شهروندی را. من جوره ها رفیق های زیاد در بین مردم شریف کلوب دارم و اینشان خیلی آدم های اندک هم نیستند، خیلی مطرحتر از همین ها هستند. با شمول فرض کردیم خود همین جا شراف‌الدین ناظر سخن میکند، پرسیدم هیچ کس همین آدم ها را نمیشناسد. همین آدم ها را در کولاب هیچ کس نمیشناسد. باز علاوه بر این اکثر بغیر از اما مجری دیگرها نمیخواهند که چهرهشان در نوار افتد. مجبور معلوم است که مجبور آوردن، باز توقی پوشوندن. همین مردم کولاب، در مردم کولاب اصلا همین توقع خوشروی است، لیکن به گفت مردم ما ماده نیست. یعنی زیاد رنگ بدخشانی ها اونها توقیشان در هر لحظه نمی پوشند. اینجا آوردن در سرشان بزور توقی ها را ماندن، نشان دادنی هم که ما کولابی ها آماده جنگ با پامیری ها هستیم. در خاطر دارید که هنوز در دوره شوروی KGB SSR ما را جنگ میداخت که مردم جنوب، مردم کوهستان باید اصلا وقت نداشته باشد به یگان حکومت و به یگان سیاست دیگر. ما را یک عمر جنگی میداختند. سال 92 باز آوردن ما را جنگ داختند و به چنین بدبختی ما را آوردن و این بدبخت ها آمدن مردم درواز، مردم ونج، مردم پرزبان، ضدیت قومی و ضدیت مذهبی را دامن زدنی هستند. من با مسئولیت تو میگویم که یگان کولابی طرف یگان بدخشانی تیر نمیکشد و از همین ها یگان تاش هم در سینه‌اش رو برای رحمان سپر کردنی نیست. این یک روسیاییه که همین فرمای جواب و اوانگارد و فرمای جواب یتیموف و اوانگارد رمضان را امضا کرده ایستادن به خاطر دو وظیفه اونها گم، تمام وظیفه اونها گم. با همین قضیه خاروخ این دو نفر از وظیفه اگر جانشان را از دست ندادن از وظیفه سبکدوش میشوند. مرحمت شراف‌الدین، سخن به شما. به نام خداوند بخشنده و مهربان، درود و سلام به بیننده های شما، به شما برادر علیم. تشکر بسیار برای دعوتتون به این برنامه. بسیار هم نقطه های جالب رو قید کردید. من یک چند چیز رو میخوام در این جا اضافه کنم. البته تمام مردم کلاب و کلاب زمین ضد سیاستی این رژیم هستند و چون اگر نگاه کنیم اولین قربانی ها را از جانب رژیم کلابی ها دادگی هستند. بهترین فرزندان این سرزمین از جانب این رژیم کشته شدگی هستند با راه های گوناگون، با شکل های گوناگون. بهترین فرزندان کلاب زمین در زندان رحمانوف در زیر شکنجه و بدبختی ها گرفتار هستند و چند نفرانی که خاکپاش و خاکلیس و دیگرها هستند که در اطراف رحمانوف به خاطر نشان دادن که کلابی ها در اطراف رحمانوف هستند. این کاملا غلط است و حتی همون نفرانی که در اطراف رحمانوف هستند پایگاه اجتماعی ندارند و مردم با آنها نیستند و مردم با آنها با یک چشم نفرت نظر میکنند. برای خاطر ما گفته نمیتونیم امروز که کدام کلابی، کدام نفری از منطقه کلاب آمده از رژیم رحمانوف حمایت میکند. این نقطه در مسئله این توقیدارهایی که من معلوم نیستن که ما کی هستند، اما در اینجا دیده می شود که کوشش‌های مقامات قدرتی تاجیکستان برای راه اندازی باز یک جنگ شهروندی، زمینه گذاشتن به یک جنگ شهروندی آماده کرده ایستادن. ما نمیدانیم که در پشت این عملکردهای مقامات قدرتی تاجیکستان کدام خدمات‌های کشورهای خارجه هستند، کدام خدمات‌های کشورهای خارجه اینها را تحریک میدن به این عملکردها، چون این عملکردها ضد ملی و ضد کنستیتوسیونی و ضد منفعت‌های ملت و دولت تاجیکستان است و به این خاطر من در پشت اینجا تنها جاسوس‌های خارجی و مقامات‌های خارجی را می‌بینم که با هدف‌های غرضناک این عملکردها را انجام می‌دهند. اون چیزی که امروز در بدخشان گذشته ایستاده است باید که ما ببینیم که منفعت کی است در اینجا، یعنی با شکستن
میان مردم بدخشان و کشتن جوانان این سرزمین با کی در کار است؟ اگر که ما نظر کنیم در اینجا نقطه های اقتصادی رو ما پیدا میکنیم، نقطه های اقتصادی رو پیدا میکنیم که در آنجا بیشتر منفعت دار است کشور همسایه محیط و خودی رحمان در اینجا دو در همبستگی در یک جایگی عمل کرده ایستادند، چون اونها در خطای چندین اتم نیستانس ها ساخته شده هستند و خطای نیاز به اشیای خونی دارد و از نزدیکترین جایی که میتواند خطای با نرخی ارزان و دسترسی کنند با اشیای خام این تاجیکستان است، این بدخشان است که با کمترین مصرف با کمترین امکانیت میتواند این اشیای خام را دسترس کند به کشور خودش برای کارکردی میبعده ببرد. یعنی در اینجا منفعت دار است که زمین تاجیکستان یعنی بفروشد، چون در سال 2012 گرچند بود مردم اعتراض کردند، مقاومت کردند، صحبت کردند در این مورد و خودی محمد باقر هم در یک صحبت در سال 2012 گفتند که این زمین از پدرشان ماندگی نیست، از زمین فروشی رو بحث کنند. یعنی اگر که میخواهند که در تاجیکستان باشد این زمین ها رو باید نفروشند. یعنی دعوتی محمد باقر، دعوتی مردمی بدخشان از این است که این زمین ها از پدر رحمانوف از رحمان چقر ماندگی نیست، این زمین های هستند که از بابایان ما ماندگی هستند، بابایان ما خون ریزاندگی هستند برای حمایت این سرزمین. چینگیز ها نآمدند، نتوانستند این منطقه را بگیرند، زیر تصرف خود درآورند و خون غلیظ خودشان را در این منطقه بگذارند. آنها نتوانستند، یعنی این منطقه هست که پاک از مغول ها، پاک از چینگیز ها، پاک از همه جا هست که در تمام دوره مقاومت آنها توانستند خودشان را حمایت کنند. اگر امروز پنجشیر را میگویند که پنجشیر یک منطقه هست مقاومت گرا و ضد تمام تجاوزگران است، من میگویم که منطقه بدخشان است. تاجیکستان این منطقه است که بر علیه تمام ظلم های در تاریخ مقاومت کرده است و مقاومت خواهد کرد و تمام عملکرد رحمان و تمام عملکرد حکومت مرکزی برای پراکنده کردن، برای تقسیم کردن، برای امضا رو بجا کردن چیز دیگر برای آنها نمیدید. باید که آنها اگر راه آرامی رو میخواهند، صلح رو میخواهند، من باور دارم با بدخشانی ها نمیشود. من با بدخشان کار کرده هستم، مردم بدخشان رو خوب میدونم. مردم بدخشان مردمی خاکلیس و این کارا نیستند، مردمی سربلندند، سرفراز هستند. با مردم بدخشان شما بروید با خنده، با تبسم، با زبان شیرین صحبت کنید، تمام چیزی که در خانه‌اش دارد پیشتان میگذارد، مهمانداری بهترین رو برایتان میکند، لازم شود جانش رو برایتان میدهد. اگر که با مردم بدخشان با یراق رفتید، با سلاح رفتید، نمیدونم با زورآوری رفتید، هیچ وقت شما رو نمیپذیرد و شما برای آنها بیگانه میمونید. چون این مردمی هستند که با عقل آدم ها رو میشناسند، با معرفت آدم ها رو میشناسند، با اندیشه و گفتار و رفتار آدم ها رو میشناسند. اگر حکومت رحمانوف با یراق اصلی میخواهد که در این وضعیت رو به دست بیارد، وضعیت رو آرام کند، هیچگاه در این میسر نمیشود. چون هر کسی که بدخشانی ها رو میشناسد، هر کسی که بدخشان رو میداند، مردم بدخشان هیچ وقت هیچ زور رو نپذیرفتند و نمیپذیرند و نخواهند پذیرید. همچنانه که محمد باقر بسیار یک سخنی گفت، یک پامیری هم اگر بماند، یک بدخشانی هم ماند، بدخشانی آزاد میماند و تمام تلاش حکومت رحمانوف به پایه هست و باید که از این دست جنایتکاریش بردارد. و غیر از این من یک پیشنهاد داشتم، اگر فرصت باشد، وقت باشد، من این پیشنهاد رو با مردم بدخشان میکنم. چون در بدخشان نسل کشی رفته ایستاده است. چون وقتی که اگر که ما نگاه میکنیم در بدخشان این مردم زبان دیگر دارند، فرهنگ دیگر دارند، دین دیگر دارند و این مردم از دیگر منطقه‌های تاجیکستان با فرهنگ و با زبان دیگرشان فرق میکنند. اما تا امروز مردم بدخشان با در مکتب‌هایشان ساعت‌های معینی
درسی با زبان بدخشی با زبان شغنانی گذاشته شدگی نیست که اینم یکی از نشانه های گنتسید است و تا امروز در بدخشان رسانه های با زبان بدخشانی نیست، تلویزیون با زبان بدخشانی نیست. در این منطقه زبان بدخشانی کار نمیدهد. در سترکتورهای دولتی، در مقامات های دولتی این نشانه گنتسید است، چون این مردم باید که زبانشان، دینشان، فرهنگشان احترام گذاشته شد و باید اینها با آن طور و اصولی که میخواهند زندگی کنند، چون این منطقه автономия است، خودمختار است. به این خاطر باید که این چیزها به مردمی بدخشان داده شود، زبانشان، آموزش زبانشان در برابر زبان تاجیکی، زبان شغنانی و بدخشانی آموخته شود و تا آنها بتوانند از زبان مادری خودشان، از زبانی که در آنها هست و این زبان را استفاده کنند در منبع. غیر از این کشتارهایی که در بدخشان رفته ایستاده است، کشتارهایی که در بدخشان صورت گرفته ایستاده است، این نظامی هدفمندانه است. سال 2012 با هدف زیر ناخنک گذراندن عملیات برای بازرگردانی جنایتکاران، زیر پوشش اینها کشتن مردم در اینجا است، کشتن لیدرها به خاطر همواره کردن راه برای فروختن زمین تاجیکستان و خیتان. یعنی این نشانه های هستند، نشانه های گنتسید هستند و مردم بدخشان میتوانند از این حالت بیرون روند و وکیل گیرند. وکیلان دفاع هستند بی پول رایگان با آنها خدمت میکنند، چون یک عملیات گسترده چی در خارج چی در داخل نسبت مردم بدخشان رفته ایستاده، چون مردمی که در مسکو و در روسیه هستند آنها را دزدیده آورده زندان کرده است، تعقیب کرده است به خاطر قومشان، به خاطر زبانشان، به خاطر زمینشان، به خاطر زمینشان که زمینشان را من بعد به خیتای برده فروشند. یعنی با این نشانه ها میتونند به دادگاه بین المللی مراجعت کنند. در اول آنها با گروه تفتیشاتی این پرونده ها رو کلان روان میکنند، گروه تفتیشاتی معین میکنند، به دادگاه روان میکنند، دادگاه بین المللی. بعد از دادگاه بین المللی رحمان را برای پاسخ دادن به سوال های دادگاه دعوت میکنند. اگر رحمانوف سرکشی کرد، رحمانوف را در هر کشوری که باشد سانکسیا جاری میکنند و رحمانوف و گنرال هایی که در این جنایت ها دست دارند دستگیر کرده به دادگاه بین المللی به گاگا آورده آنها را در اینجا برای این عمل کردهشان به جوابگری جنایتی کشیده می شود. 100% در اینجا جنایت است، در اینجا عملکردهای ضد بشری وجود دارد و هر جنایتکار باید که به جوابگری جنایتی کشیده شود. به این خاطر از تمام مردم بدخشان خواهش می شود که در برابر این قتل و جنایت ها و گنوسیدی که نسبت مردم بدخشان رفته ایستاده است قرار نایستادند، گروهی تشکیل کنند، کار کنند و این پرونده را به دادگاه بین المللی بکشند. چون تا زمانی که این جنایتکاران درک نکنند که شما در برابر این جنایتکاران باز دیگر اینستاهای هستند که فشار آورده میتونید از حق خودتان دفاع کرده میتونید، آنها قرار نمیشنند. اینم یک راهی است که من یک پیشنهاد داشتم، همچون پیشنهاد برادرانه دوستانه به مردم بدخشان. تشکر زیاد. این چی گپ شد؟ سلامت باشید. زنده باشید. باز گفتنی داشتید؟ مرحمت. سلامت باشید. من فکر میکنم که حالا در همین جا کافی است واسه مسئله بدخشان و من همین رو خواهش میکنم که یک بعضی معلومات های دیگر هم که رسیده ایستاده است. من دیروز بعضی از بچه‌ها به من روان کردن گویا که افسران و عسکران دیگر کشورها آمده ایستادن برای گذراندن عملیات، برای کشتار، چون بیشتر افسر و عسکران نمیخواهند که در این عملیات ضد ملی اشتراک کنند و این حالت هست. من از تمام افسر و عسکران خواهش میکنم که معلومات های بیشتر رو وابسته به این مسئله بیرون بیارن و دست از کشتن برادر و خواهر و مادر خودشان در بدخشان خودداری کنند، دست بکشن و از این عمل خودداری کنند. تشکر زیاد. لیکن یک نگرانی دیگر داریم که
خب همین خیل اطلاع هم رسید که اینها چی در سال 12 و چی بعداً اینها در اگر قرار شد که یک عملیات میگذرانند، اینها به مردم ها به همون چیز هم به قطاری ها هم به افسرها وعده مکافات های پولی میدهند اگر چیز عملیات موفق گذرد و شاید هم به سر هر یک آدم زنده یک نرخ، آدم مرده یک نرخ میگذارند و با این واسطه میخواهند که کمی خب انگیزه نظامیان رو بالا برند برای قتل عام مردم و چنین نگرانی هم داریم. خب ببینید یگام ببینید هیچ چیز به قدری حیات یک روزه انسان ارزش ندارد. هیچ چیز به ریختن یک خون یک انسان ارزش ندارد و اگر که به شما افسران و عسکران میلیون ها دلار وعده کنند شما به خاطر ریختن خون بیگناه ها دست نزنید، باور کنید دنیا خیلی خیلی تیز میگذرد. هر چیزی که امروز با سخت‌ترین وضعیت هم شما قشاق‌ترین انسان را هم ببینید زندگیش میگذرد، زندگی بایترین را هم ببینید، شوخترین انسان را هم ببینید میگذرد و هر دو یک روز در یک خاک گذاشته میشوند. به این خاطر این همه دنیا، این همه دارایی، این همه فریب یک ایلیوز است، در اینها داده نشوید و فقط با عقل و با انسانیت و با وجدان خودتان در این حالت کار کنید که رحمان شما را و مثل یک انسان‌های بی وجدان و یک انسان‌های وحشی استفاده نبرد. شما پیش از همه انسانیت خودتان را در این حالت کار بفرمایید و عقل انسانی را بزرگتر از همه دار و دستگاه بدانید. تشکر زیاد شراف‌الدین گدایف، یکی از نفران، یکی از مبارزانی است که خودش قربانی همین رژیم چندین بار شد. از ابتدا یعنی بیزنسش رو کشیده گرفتند، ثانی خودش رو دزدیده بردند و قهرمانانه رفت به زندانی که امروز آنجا امردین قرار دارد. اونجا رفت و از اونجا باز بیرون آمد و یک سر تنها در یک عملیات سامانر طیاره سامانر از به آلمان برگرداندندش و این یک تاریخ زنده خودش است. تشکر میکنیم از شرکت در برنامه. وقتی که من برادران بدخشانی رو میبینم یک نامردانه، ناجوانمردانه توزیده آورده میشود، بهترین و خدا من میدونم، من قلبم وقتی که من قلباً با مردم این بدخشان هستم، به خاطر من میدونم چقدر جوانمردا هستند، چقدر انسان‌های بیگناه هستند. من میدونم دل پاک آنها را میدونم، من زبان پاک آنها را میدونم. من وقتی که میبینم آنها را دلم بسیار خون میشود. قدرت و توانایی ندارم که هر یک این برادران رو رفته آزاد کنم. من امید دارم که مردم و ملت در پهلوی ما میایستد و ده ها هزاران انسانی که در زندان رحمان و بیگناه هستند آزاد میشوند. بدترین چیز این است که شما در ظلم قرار میگیرید و کسی به کمکتان آمده نمیتونه. شما راهی برای حمایت خود کردن کنید. بهترین راه باید که مردم یک جا شویم و این ظلم را از تمام فرزندای خودمان بیرون کنیم. تشکر از شما آقای علیم برای سخنان نیکتان و امیدوار هستیم با صحبت‌های دیگر ان شاء الله. خوش آمدید، باز انتظار شما میشیم. سلام. دوستان عزیز، اون چیزی که شراف‌الدین اینجا قید کرد در باره زندانیا، از حدود زیاده از 10,000 زندانی ما داریم که از این 10,000 شاید زیاده از 1,000 نفر زندانی سیاسی است و شاید زیاده از 1,000 نفر دیگر ناعدالتانه یا حتی بیشتر از آن ناعدالتانه زندان برده شده است. یعنی ناعدالتانه چه رقم میگم؟ جنایتش برای 1 سال در فرض کردیم نظام عمومی، برای او میتین 5 سال نظام وزنی. جنایتش برای 5 سال نظام است، اون را میدین 10 سال با چیز چی میگن
کنفیسکاسی، خب چی میگن به تاجیکی از خاطرم برآمد، و همین یعنی ناعدالتانه، یعنی بله جنایت کرده است، جنایت برای یک جزای 2 سال زندان، او را کردن 10 سال زندان، برای 5 سال او را کردن 20 سال زندان. همین خیلی ناعدالتی قطعی اگر گیریم ناعدالتانه، این شاید نصف زندانیان تاجیکستان است. و همه همین زندانی ها امروز که امردین علاوت شویف را بازداشت کردن، امروز که خب چهارشنبه را بازداشت کردن، امروز که چقدر آدم های دیگری که حاضر اینها روی خط دادند برای شرکت در تظاهرات خاروخ، اونها را زندانی کردنیان. همه همین را فقط ما با همان روز همین زندانی های خود را آزاد میکنیم که ما همین رژیم را با هر واسطه نباشد از گردن مردم پرتاییم و مردم را از این رژیم آزاد کنیم که امروز خود مردمی که در خاروخ امروز سکونت دارند، در بدخشان سکونت دارند، همشون گروگان و زندانی هستند. یک قسمت بیچاره های نایه ونج و درواز را هر روز مجبور دارند که اونها نوار کنند ضد برادران خود که آنها اصلا رنگی که همین برادران کولابی شما دقت دید، اما یک نفر که از اونگارد یا از فرمای جواب است در مابین، او آمد چیز کرد، مجریگی کرد و اون دیگرها اصلا نمیخواستند، مجبور میکند که به کامera نگاه کنید. و این همان به همانها مانند است که در خود همین کولاب آدمای پیدا شدن که میخواستند در جنگ با پنشیر روند و باز سلاح بدستان در کولاب پیدا شدن که گفتن واروخ میرویم. این همون دوام همون سریال یتیم و فور رمضان رحیم زاده است که این یک افسانه بیش نیست. و من پیش از آن که سخن به این برادر تیم یک گپ دیگر گفتنیم در همین موضوع زندانیا. شاهده محمد جانوه یک خواهری ما که امروز 5 روز او را بازداشت خود سرانه کردند، یعنی بیرون از قانون، و بعد 5 روز اعتراف کردند که او در دست ما است و او را اتهام بستند که تشکیل کردن گروه افراطی، تشکیل کردن تشکیلات افراطی، یعنی او مادر او خواهر آمده است و آدما پیدا کرده است و از آنها یک گروه افراطی تشکیل کرده است که البته این تهمت بیش نیست، این قصاصگیری از یک از یک بلاگر است که عبدالرحمن نالنو نامش است و شاید تماشابینا با او شناس باشند. این بسیار نگران کننده است و اون شهروندان تاجیکستان که در داخل تاجیکستان قرار دارند، روزنامه نگار باشد، نماینده جامعه مدنی باشد، لطفاً التماس میکنم که از این خواهر، از حق این خواهر دفاع کنید، صدایتان را بلند کنید و نگذارید که این خواهر چیز شود، مورد ناعدالتی، یعنی بازداشت خودسرانه بود و مورد و حکم ناعدالتانه قرار نگیرد. صدا بلند کنید، صدا بلند کنید. ما میایم در حمایه از مردم افغانستان صدا بلند میکنیم، میایم در همه اون جایهایی که خب میایم در مورد یک بچه‌ای که در شهر با یک خواهر ما گپارتایی کرده است، او را نسبت او طلبات پیشنهاد میکنیم. میایم 2 ماه در مورد محمد باقر و دیگرها گپ میزنیم، لیکن یک نفر نمیخیزد که همین یک خواهر این نه به سیاست دخل دارد، اما عبدالرحمن نالنو هم نه به پیمان دخل دارد، نه به گروه 24 دخل دارد، نه به نظر، نه به یگان کسی دیگر. خب فکر خود در امان نوارهاش میگوید، خب دیگر با او کاردار شوید. خب مرحمت، اینجا میمان بود، معذرت میخوام، مرحمت، من ندیده. سید اسحاق برادر،
خوش آمدی. انا یک کلابی دیگر او سعید ساق همان توقیداره را میشناختی نمیشناختی دیدی همان نواره نه؟ سلام علیکم و رحمت الله. به نام خداوند بخشنده مهربان صدا هم هست استاد علیم؟ بله بله بله. بله در مورد اونها هم حرف میزنیم ان شاء الله. فقط همون اخیران صحبت تلفنی که ما با برادران بدخشانی داشتیم، شما خود شما بهتر میدونه که من در خود شهر خورو حدود 3 سال از سال 2008 تا 2012 حالا از اخرای سال 2008 من در بدخشان در خود اوپیدی زندگی میکردم. اونجا کار و فعالیت داشتم به حیث یک ساختمانچی. خبرهای ناخوش دادن از اونجا که از همه طرف شهر را دارن محاصره میکنن، بخصوص از طرف برخورو همون خروق بالا که منزل برادر محمد باقر در آنجا واقع است. از بالای تله و تپه ها سنایپریستا را بردن جابجا کردن در همین روز، شب و روز با نوبت با عوض جایهای یک دیگر همونجا با مدت همیشگی فعلا تا وقتی مقرر شدنشون اونجا میمونن. و اما یک خبری که میخوام بگویم، اکثرا این رو مردم میپرسن که چرا مردم از قماندان‌های بدخشان حمایت میکنن. و شما الان من این حرفایی که میگویم اگر جایش که دروغ باشد شما بگوید قاطعانه که دروغ است، ولی فکر میکنم شما اکثر اونها رو تایید میکنید. یکی از سبب‌هایی که مردم بدخشان بخصوص مردم شغنان با قماندان‌ها با مرحوم امام نظر گوش میکردن، الان با خود برادر محمد باقر گوش میکنن، از اونها اطاعت میکنن، در این است که مرحوم امام نظر و محمد باقر من شاهد بودم. در من خود بنده به حیث یک اجاره نشین در منزلی خود مرحوم شهید امام نظر زندگی میکردم. روزی میشد که تا حساب کردیم با مرحوم امام نظر، ما یک جای می نشستیم و عبید میکردیم و همه بسیار رفت آمدی نزدیک داشتیم. روزی میشد حساب میکردیم با یکدیگر، مردم بیچاره می آمدن فقط پول دارو میداد مرحوم امام نظر، حدود $150 یک روز پول دارو میداد به مردم کم بضاعت. شما با فکرم این رو میدونید مثلا همین خیلی هست یا نه؟ این رو اگر نباشد تایید نکنید استاد علیم، چون میدونم که شما این رو خوب میدونید. مردم واقعا روز تا روز هر روز می آمدن به نزد امام نظر. خانه امام نظر دروازه نداشت، یک خانه با حشمت بزرگ داشت، در همون اوپیده یک خانه از طرف بالا داشت، یک خانه از طرف پایان. مردم می آمدن خانه امام نظر دروازه نداشت، این رو شما خوب میدونید. می آمدن از شکایت از زندگی روزمرهشون میکردن، آب نان خوردن نداشتن، بعضی‌ها از طرف دهه ها می آمدن به امام نظر مراجعه میکردن. یکی از سببش این است که مردم را خیلی خوب رسیدگی میکرد، در حالی که این وظیفه خود حکومتدارا بود. در بیمارستان همون ابوالبلنسه که در بلنسه ولایتی بود در طرف بیزمیج بود فکر میکنم، برای همون بیماران یک تا فلنکوچ، شما فلنکوچ میگفتین با اون ماشین یادت باشد، اگر یک تا فلنکوچ خریده بود تا اینکه ماشین یاری تعجیلی نداشت بیمارستان. امام نظر من شاهد بودم که یک تا ماشین فلنکوچ خریده بود با بیمارستان تحفه کرده بود که حکومت عقلش در این هم نمیرسید. همین سبب هایی که مردم از ایشان اطاعت میکنن، از همین قماندان های به قول حکومت غیر رسمی با مردم واقعا رسیدگی میکردن، مردم را دوست می‌داشتن، مردم آنها را دوست می‌داشت. چی مشکلاتی مردم میزد با آنها میرفت همدردی میکردن قماندان ها. من شاهد بودم وقتی که یک نفر را دستگیر کرده بودن، شبانه اون را دزدیده از مقامات از پنهانی از چشم مردم به وزارت کارهای داخلی به دوشنبه آوردن. مردم هم ریختن نزد همون ریاست کارهای داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان، همه اون بنا رو سنگسار کردن. چرا شما اینجا سود دارید، پروکرور دارید، همه مقامات اینجا هست ولی این رو گرفتید، این رو با وزارت کارهای داخلی خود شهر دوشنبه بوده، معلوم نیست چی برای بسرش میآید. تا امام نظر با اونجا نیامد، من خودم حالا با چی مقدسات میگه من سوگند میخورم، مرحوم امام نظر تا اونجا اومد مردم بعد کنار ایستادن، وگرنه دو تا از معاونان سابق معاونان وزیر کارهای داخلی اونجا بودن، اصلا اونها رو هیچ حساب کردن. خود بلبل شایف بود و همین شادمانبک فرهاد. وقتی مرحوم امام نظر با همون کلیسکه که میرفت از داخل ماشین اون رو پیاده کردن بردن به داخل همون ریاست کارهای داخلی، با اونها اصلا حرف نزد. اونها مستقیم زنگ زدن به وزیر کارهای داخلی، وزیر وقت همین قهارف بود.
بقاها رو همین خیلی صحبت کرد. گفت وقتی که شما خودتون امنیت رو در اینجا برهم میزنید، ما از مردم ما چرا گیله میکنید؟ مردم ما چی شکایت میکنید؟ مردم اینجا اومدن از حق خودشون طلب کردن. شما همینجا همه نمود وزارت کارخوی داخلیتون هست، سود هست، پروکورور هست، همین رو در همینجا مجازات نکردید، نمیشید که اون رو بردید به دوشنبه. بلا فاصله وزیر با امام نظر التماس کرد، گفت که من اجازه اش رو از پرزیدنت میگیرم. وقتی که یک نفر رو با داخل اموده که میبود دستن با عنوان یک پریستوبنیک اون رو از پرزیدنت اجازه اش رو میگرفت است، من اجازه اش رو میگیرم برمیگردونم. امام نظر آمد با بیرون، مردم را گفت که تمام همه حل است تا فردا اون مرد رو میارن تو اینجا. همه بعد با امام نظر گوش کردن، از اونجا پراکنده شدن. ببینید که از سخنان محمد باقر فهمیده می شود که میگوید، وقتی میگوید که من سرم رو میدهم و تسلیم شما نمیشم، این معنای گپ این یعنی این که ما مرگ با عزت رو بهتر از زندگی با ذلت میدونیم. این معنای این رو میرساند که غیرت و ناموس و شجاعت مردم بدخشان بر تیر تفنگ و بر بیناموسی حکومتداران غلبه خواهد کرد ان شاء الله. و اما در مورد کلابیا گفتید، من متاسفانه هیچ کدام اونها را نشناختم. من حدود 1.5 سال در کلاب هم فعالیت ساختمانچی در داخل شهر کلاب داشتم. این حکومت از هر وسیله که بخواهد بر علیه مردم عدالتخواه استفاده میکند، چنان که همون رئیس شعبه معارف ولایت مختار کوهستان بدخشان همین قدر زور زد که گریهش بیاد، که گریه کند که محمد باقر اومد من رو نمیدونم چند چپل زد، که هیچ گریهش نمود. از اون فیلم های هندی که بازی کرد نتوانست. همین گونه استفاده ها را از مردم میکند. و بیا ما یک چیز را میگویم که وقتی که رستم امام علی برای فوتبال به شهر کلاب اومد، مردم کلاب چگونه اون را سنگسار کردند. همین رئیس کمیته امنیت ملی همون شهر کلاب بگنظرف امیربگ بود، از نقشه هایی که در دستش شد از راههای مخفیانه اون رو فراری داد، از اونجا بیرون کرد. وگرنه فکر نمیکنم از دست مردم جبر دیده کلاب زنده بیرون میرفت. حالا تو این حد زیاده نمیرویم، ولی خود رحمانوف وقتی که به همین شهر کلاب می اومد، بچهای شهر کلاب می اومدن با ما میگفتن، میگه وقتی در وسط میدان اومد مردم اون رو گرد کرده بودن، جوانان میگفتن هی بیناموز دیوس. وقتی که رحمانوف دستش پیش بغل میکرد و سرخم میکرد، من قربان شما، من نمیدونم چی وقتی تملق میکرد به سوی مردم، میگه مردم همه داد میزدن به سرش. همین حرفا رو میشنوید خودی رحمانوف میگه، قسم میخوردن که همین حرفای ما رو میشنوید. تو یک موتیل چی که تو یک چاپلوسی در اینجا دروغگویی نکن، تو مردم رو فریب میدی. همین حرفا رو بلند به گوش رحمانوف میگوید، ما رسوندیم. والا دیگه مردم تاجیکستان باید خوب مردم عاقل باشند، این حیله ها و نیرنگا رو بدونن که این اگر حکومت برای یک روز زیاد نمودن عمر حکومت خودش از همه راه ها استفاده میکند، باز همون شیطناتی که در دوران جنگ شهروندی کردن، مردم کلاب رو با مردم بدخشان با یکدیگر جنگ انداختن، همون سیاست رو دوباره پیش گرفته است. حالا استاد علیم اگر شما یگام سوال داشته باشید در موردی که میخواستم بگویم استاد، امک امرالدین علوتشویف وقتی که برآمد کرد بر علیه شما، اسم شما را برد که از دور حرف میزند، از هیچ آگاهی ندارد. من میخواهم بگویم که خودی بنده در اون داخل در تحت شکنجه اینها قرار داشتم. الان سیاستی که در همون کاری که در مورد شکنجه شون پیش گرفتن، آدم رو نمیزنن لخت لگدباد کنن و سر و صورتش رو سیاه و کبود کنن که دیگران اون رو ببینند و بفهمن که این تحت شکنجه قرار گرفته. این خیلی نیست. الان خوب مثلا کسی رو که دستگیر کردن اون رو با برق میبندن، همون برقی که معین میکنن چند کیلووات است که فقط نمیرد از داخل، چنان آدم میسوزد. خودی بنده رو اینجوری به همین حالت در همین حالت قرار داده بودن. من مطمئنم که امرالدین علوتشویف هم در همین حالت قرار گرفته است. وقتی که اگر انسان کمتر غیرت مردانگی داشته باشد، خودی من با والله قسم اومدم وقتی یک شب تا ساعت 5 سر منو در قوه برق گذاشته بودن، پرداش من رو به ای اس بردن. برادر من اومد، وقتی من برادرم رو دیدم، من گفتم که امون احساسی چیز نکند، احساسی ضیقی نکند، من رو بیند که در این حالت. من خندیدم، به طرفی گفت چی حال داری؟ گفتم شکر خدا حال من بسیار خوب است. حالا امرالدین علوتشویف یک پسر پهلوان ورزشکار بخیزد در نزد عمویش گریه کند که من رو در قوه برق گذاشتن، من رو این خیل کردن، من رو این خیل، همینا رو باید شکایت کند. پس هیچ رو نمیدوند. اما که امرالدین علوتشویف تهمت میکند بر علیه شما و ماها که از دور ایستاده و حرف میزند. بعد مردم بدخشان بسیار مردم یک پارچه متحدن که حکومت قطعا در مقابلشان
تاب نمی آورد. چنانکه در سال 2012 استاد علیم خود شما شاهد بودید، وقتی که یک شب حکومت بمب باران کرد، دید که از مقابل 24 کس مرده، از سربازان خودش زیاده است. چند کس مرده بود استاد؟ شما بهتر میدونید. خب خیلی این گفتن در کور نیست. خب بله، چند برابری مردم بدخشان کشته شدند، چون که مردم از خاک و از ناموس و از زن و شرف از خودشان حمایت کردند. قطعا در اینجا تاب نمیآورد حکومت. باز همون یک شب بمب باران و تیرباران کرد مردم را. بلا فاصله شما شاهد بودید که بیرق سفید را بر BMPشون بستند و در داخل شهر خروق چرخ زده بودند. فکر میکنم این را دیده بودید شما. قطعا این حالت هم در همین سال، در اگر همین شب و روز هم اگر همون چیز پیشینه‌اش رو تکرار کند، به همون حالت دوچار خواهد شد. تشکر زیاد سعید اسحاق، ایشان سلامت باشد، بهترین سخنها کردید. تشکر از شما. میخواستم اما در تقویت گفته‌های برادر سعید اسحاق اون چیزی که محمد باقر میگه که من سرم رو میتیم و تسلیم نمیشوم، ببینید چه خیلی تسلیم شود که اون شکنجه‌ای که نسبت گلبدین کردن همه صورت ها را دیدید. تصور کنید که اگر باقر در دستشون زند چقدر شکنجه 10 برابری شکنجه گلبدین رو نسبت او میکنه. یا دویم یک خانم 5 روز گروگان بود، یعنی طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان بعد 72 ساعت باید بازداشت، بعد 72 ساعت بازداشت باید عیب اعلام کنند و یا اینکه بلافاصله رها کرده شود یا آدم رها کنند. 72 ساعت حق دارند، زیاد از آن باید آدم رها کنند. بعد 5 شبانه روز با فشار سازمان‌های بین الخلقی و با فشار ما اونا آمدن مجبور شدن که اعتراف کنند، مجبور شدند اعتراف کنند که این خواهر در دست ما است. و ببینید اگر همین یک خانمی که خب یگان جنایت باز ندارد، اگر 5 روز او را بازداشت خودسرانه کنند غیر قانونی، چه رسد به نفر به مانند محمد باقر که نسبت او خصومت شخصی شخصا رحمانوف دارد، خصومت شخصی شخصا یتیموف دارد، خصومت شخصی شخصا علیشیر میرزانباتوف دارد. این قدر آدم ها خصومت شخصی نسبت همین نفر دارد و این نفر را با اتهامات ساخته میخواهند به دست بیارند و میخواهند چنان شکنجهش کنند که خب دیگر علی بیدکی رو دیدیم به چه حال رساندن و چقدر روز چند روز او را در چنین حالت شکنجه میکردن هیچ کس نمیداند و باز خودشون نوار کرده، خودشون در شبکه پهن کردن که البته از به جزایی خود مطمئنند اینا. هیچ کس همون 10 نفری که گلبدین رو به قتل رساندن هیچ کس رحمانوف اونها را نمیتواند جزا کرد، نمیتواند، نمیخواهد، نمیتواند، حق ندارد جزا کرد. اینا هر کار میکنند، بدخشان رو، تاجیکستان رو به خون میکشند و او 10 نفر قاتلی رسمی، قاتلی که از بودجه دولت اونها زرخرید از بودجه دولت به اونها معاش میدن، نسبت اونها یک پیشکشون رو پیش نمیگن، چون که ممکن نیست. از همین خاطر همه این ضدیت بر همین اساس است، چون که گلبدین رو
به قتل رساندن مظلومانه و انتظار نداشتن به چنین واکنش. اونجا باید میپرتافتن سلاح را، اونجا باید میپرتافتن یگان مواد مخدر را و این بنده خدا را در نزد مردم متهم میکردن و با همین ختم میشد و چیز آینده، قربانی آینده بعد گلبدین بود محمد باقر. و چون گلبدین همین واکنشی که بعد قتل گلبدین شد، بازی چیز نقشه هاش تغییر خوردن، لیکن نوابسته از آن این نقشه باید این نقشه رو اینا عملی کنند و نوابسته از آنه که چه رقم واکنش از این طرف می شود. یعنی اگر ما بیاییم و با دو دست ادب خود را سپاریم، اما نقشه ای که باید پیاده شود از ابتدا کشیده شده است، او پیاده می شود حتما. از همین خاطر باید مردم بداند همین رو. مردم که شاید در شبکه ها همین سوال ها رو میگذارن که چرا خب همین خیلی عیب پیشکش کردن، عیب بستن، او باید رود چیز بیانات دهد، خب اثبات کند به عیبیش رو. چونی می بود اگر ما حکومت می داشتیم، ما قانون می داشتیم، که ما نه حکومت داریم نه قانون داریم. از همین خاطر در اینجا دیگر باز خودشان چنان شدیدن را بعد چنین سمت رفتن. حاضر درباره برادرایی که در روسیه هستند، تعداد 20-30 نفر قاتلان را اونجا روان کردند و این برادران 3-4 برادری که اونجا فعال هستند باید اونها مورد خب چیز قرار گیرند، مورد ترور یا مورد بازداشت قرار گیرند. و چون اونها همشون شهروندی روسیه رو دارند و این راهی که برای بازداشت امردین و یعنی خرید امردین از ساختارهای قدرتی روسیه ارزانتر برای اونها غلطید، چون آسانتر غلطید، چون مردک شهروندی روسیه رو نداشت. لیکن برادرانی که شهروندی روسیه رو دارن خیلی مشکل تر است و از همین خاطر اینها آماده اند که اونها رو ترور کنن و از همین چیز از همین واسطه استفاده بردنی هستند و امیدوارم که مقامات خب خدمات جاسوسی یا خدمات استخباراتی روسیه الکی درک یافته است و نمیگذارد که در قلمرو او یک دولت کوچک بیاید و با چنین گستاخی آدم ها رو به قتل رساند. امیدوارم که روسیه این کار رو در قلمرو خود اجازه نمیتید و ما این رو یک برنامه به زبان روسی هم انشاءالله در روزهای نزدیک کردنی هم که همین نشدار رو به زبان روسی هم به روزها شاید رسد، اون رو رسونده باشیم. خب اینجا ما داریم باز دلیل های داریم. ببینید نشست مطبوعاتی کی بود؟ نوردین سعید و در آنجا باز بار دیگر به روزنامه‌نگارانی که خیلی احوالشون رو در تاجیکستان تنگ کردند ولی نوابسته از آن اونها می آیند و یک سوالهای خیلی پابرجا میدین. خیلی این نوار رو میمونیم به پسانتر. اینجا میمون اومده است، اول همین میمون رو قبول کنیم. من ندیده استودم نامش رو. خیلی خوب، پامیر، مرحمت. Здравствуйте, добрый день, Алим Шерзамонов, и я приветствую вашу студию и Паймони Милли, Таджикистан.
Сегодняшняя тема для республики и для всего народа очень важная тема. Судя по тому, что происходит в Бадахшане, это, во-первых, антиконституционные решения и действия действующей власти, которая хочет сломить независимый регион Республики Таджикистан по Конституции 94-92 года. Этот регион приобрел свою вот эту вот горно-бадахшанскую автономную именно вот этот статус. И что происходит и на сегодняшний день, не только на сегодняшний день, но и на протяжении 2012 года, 2016 года и так далее, действующая власть очень-очень старалась сломить местных лидеров, как Маматбуки Маматбукирова и так далее. То есть я уже слышал не только этого лидера, там еще 4, 5, 6 лидеров, которые не были согласны с решениями и с какими-то на коленках, так скажем, придуманные законы и предпринятые в действие в Бадахшане, они не были согласны, и их принуждают к каким-то пыткам, либо, как мы уже видели, отравили. Хотя это недостоверная информация, но все равно факт остается фактом, что они хотели отравить одного из непровозглашенного лидера в Горно-Бадахшанской автономной области. И я, как гражданин Республики Таджикистан, протестую против этой тирании, этого геноцизма целого народа, очень древнейшего народа, который со времен сакских племен никогда не утратило свое вот это вот именно независимость, свою культуру, язык. И всегда этот народ не будет сдаваться и ни в коем случае не будут сломлены. И вы не добьетесь этого. Это, во-первых. Это то, что сейчас творится в Горно-Бадахшанской автономной области, это полнейшее дно, это гнусно, это ваше дно, которое покрыто толстым слоем тирании, убийствами, грабежами жилого населения обычного, которое даже не имеет никаких как объяснить это слово, они даже не имеют никаких оружий в руках, и они никогда не были не негативно настроены против вообще Конституции Таджикистана. Они никогда не нарушали каких-либо конституционных прав своих. Они тоже граждане Республики Таджикистан, и точно такие же права у них на сегодняшний день должны быть. И второй месяц идет, как мы знаем, что там интернет не ограничен. И получается так, что они убивают среди белого дня Гульбедина и так далее. То есть я, как гражданин Республики Таджикистан, протестую и требую, я не прошу вас, потому что это мои гражданские права, я просто требую, чтобы вы немедленно оттуда уехали и оставили этот народ в покое. Просто оставили в покое. Потому что вы полнейшее дно. Вот и все. Все, что хотел про Бадахшан. Но и, пользуясь случаем, хотел выразить свое личное, сугубое личное мнение насчет Шохиды Мамаджоновой, которая 5 дней как пропала без вести. Родные стали
звонить, обращаться в органы, куда она должна была прийти, но она пропала почему-то. Это очень-очень странно, и это должно волновать сегодня весь народ, почему одна женщина пропадает без вести, уходя в куда? В правоохранительные органы. А правоохранительные органы – это охрана прав граждан. Но ни в коем случае это не означает, что вы должны нарушать права граждан этого государства. Вы просто дикари, вы животные, которые не способны думать, и у вас нет именно вот этого иммунитета, чтобы принимать критику и воспринимать все протесты, все народные движения против тирании, против нечести, которую вы творите на сегодняшний день. И вы просто засиделись, вы необразованные, вы на протяжении 30 лет этому народу ничего не сделали, начиная экономикой, заканчивая культурой. Вы просто полнейшее дно, которое покрыто мраком. Вы мракобесы просто. Поэтому мне очень стыдно за такое правительство, и я, как гражданин, требую, чтобы отпустили эту бедную женщину, потому что она не несет ответственность за своего сына, потому что сын, он, ему не 18 лет, и он не обязан, или родители не обязаны отвечать за его деяния. Взрослый мужчина, и он сам за себя ответит. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Спасибо большое. Добро пожаловать к нам всегда. И прежде чем пеш аз оне ки сухан ба меҳмони навбатитиам ёдовар мешавам ки баъд аз чанд ҳозир баъд аз ним соат эстафетаи ҳамин марафонро ба командаи ислом ва муҳаммад иқбол садриддин медиҳем ва аз дӯстон хоҳиш дорам ки дар шабака боқӣ монед ва баъди ним соат ба меҳмонии ислом ва дар он ҷо бошем. хоб ин меҳмони навбатии мо ба фикрам чизаш алоқааш қатъ шуд. хоб мо ҳозир чӣ мекунем дар бораи ҳамин ки Нуриддин Саид сухан карда будем. Нуриддин Саид, ман боз бори дигар ташаккур мекунам аз рӯзноманигорони тоҷик ки масъалаи Бадахшонро доғ нигоҳ дошта истодан, яъне масъалаи Бадахшонро пурсида истодан аз ҳамаи вазирон ва дар навбати худ аз телевизион, аз роҳбари телевизиони ва радиошунавонӣ пурсиданд ва гӯш кунед ин чӣ посухе дод, чӣ посухи аҳмақонае. محترم رئیس خواستم درباره مکتوب نمایندگان ولایت مختلف کشور بدخشان در حیات گروه چاپ و تل بدخشان و کمیته رادیو و تلویزیون مکتوب کرده داشت تا با آنها نیم ساعت برای افیر اجازه داد. تقدیر همون مکتوب چی شد و آیا همون مکتوب با شما رسید یا نه؟ ба мо чунин мактуб омада нарасидааст. мо дар бораи чунин мактуб ягон иттилоъ надорем. ин як. дуюм, ин дастгоҳи боз як бори дигар мегӯям, мо татбиқкунандаи сиёсати давлат дар соҳаи иттилоот ҳастем. ҳар як иттилооте ки ба мақсади рушду суботи давлати мо аст, ба манфиати истиқлолияти давлати мо аст, ба манфиати оромию осоиштагии халқи миллати азизи мо аст, мо ҳатман пахш мекунем. аммо иттилоотҳое ки хилофи манфиатҳои миллати мо бошад, мо ҳаққи уна пахш кардан надорем ва ҳеҷ гоҳ эфирро ба чунин шахсиятҳо наметиҳем. бояд шумо донед. марамад. ина бинед
یعنی با اون چیزی که به منفعت نمیدونم چی بلا و چی بلا، زبان تاجیکی هم رنگ زبان روسی بوده است و از نگاهی که ایسو اسو میکرد، از مناسبتی که داشت نسبت همین سوال و عموما همون طرز شش تو خیز است معلوم که پیش از همین نشست مطبوعاتی 50 زده است و چیز یا مواد مخدر زده باشد، لیکن آدمی صحت نتافت. خب این چی میگد؟ بینید میگد که خب چیزی که در عیناً در مسئله مرز تاجیکستان و قرقیزستان هم همین پاسخ رو شنیدیم که ما چیزی که بر ضرر ثبات و نمیدونم چیزی تاجیکستان است و امنیت و همین اشاره به اون میکند که به ما وزارت کمیته امنیت سپارش میدهد، یعنی اجازه میتید یا نمیتید کدام چه چیز را بگوییم و چه چیز را نه، چه چیز را نمایش دهیم و چه چیز را نه. همین منظور سخنش همین بود که من در اینجا یگان چیز از دستم نیست، من هیچ حل نمی کنم، همش کمیته دولتی امنیت ملی حل میکند و کمیته دولتی امنیت ملی اجازه میدهد که در کدام موضوع سخن کنید، در کدام موضوع نه. خب شما که دیده استودید، اگر متخصص، شما البته متخصص سوال نیستید ولی می دیدید اگر متخصص سوال می بودید، چون رسانه‌های دیگر مستقل هستند به مانند رادیوی آزادی، به مانند آزیا پلوس و به مانند چند دیگر که آنها البته تمام خبرها را پوشش خواهند داد، تمام خبرهایی که چی در خروغ باشد چی در واروغ. لیکن تلویزیون تاجیکستان را تماشا میکنی که گویا این تاجیکستان این نه واروغ به تاجیکستان داخل داشته است و نه خروغ. در تلویزیون تاجیکستان درباره یک واقعه در شریلانکا و یک واقعه دیگر در پاکستان و دیگر واقعه دیگر نمیدونم در کدام کنج دنیا هر خبرهای خوب جالب میشنوی که با اونها تا قابل توجهی فرض کردیم خود مردم همون منطقه که اینها از اونجا همون اطلاع رو به ما میتیند قابل توجه همونها نیست، میآیرن همین رو برای مردم تاجیک نشان میدهند که این یعنی یک خبر مهم است برای شهروندان تاجیکستان، لیکن در واروغ چی میگذارد، در خروغ چی میگذارد، اینها باز خودش در اونجا میگوید که من چیز موقع رسمی کمیته دولتی امنیت ملی را دادم کو تمام همین قطعی. بینیم حاضر این بنده خدا را 3 سال پیش مصاحبه همین мордак خوب мусоиба дада буд. Систематически отсутствие ребенка на занятиях в школе. И латукуби куда? С собой ребенку берет, например, когда идет этот самый на миграцию, как ее там, старшеклассников иногда собственные машины идут в школу. خب همین بنده خدا دکتری علم ها بوده است، کدام ساحه دکتر، یعنی این پروفسور بوده است و در بسیار موردها جانبداران اینها در شرح ها در پایان می نوشتند که خب این یک تاجیک است، وظیفه دار نیست که زبان روسی را داند. نه اگر تاجیکی که بعد سال 92 به دنیا آمده است یا بعد سال 92 به مکتب رفته است، یعنی به صنف 1 سال 92 رفت و امروز اگر او منصبدار باشد و زبان روسی رو رنگ همین بداند، برای او هم بخشیدنی نیست چون یک وزیر است. لیکن بگذار ما گوییم که تاجیک وظیفه دار نیست، لیکن تاجیکی که هم سنی همین مردک است در دوره شوروی کلان شده است، اگر زبان روسیش همین قدر بود است در همان دوره
خوندگی آدم زبان روسیش هم اگر همین قدر باشد چی رسد به نامزد علم. چونین آدمی که دیپلم شوروی را گرفته است، نامه کمال دوران شوروی را گرفته است در مکتب، چونین انسان اگر چونین زبان روسی داشته باشد، او ارزش همان نامه کمال مکتب را نداشته است. این باید از مکتب پیش میشد، چون که از روسی باید بهای 2 میگرفت. شما شاید بگوید که خب بعضی ها میگن که خب یک تاجیک وظیفه دار نیست. یک تاجیکی که خب به مقام وزیری نرسیده است، پروفسور نشده است، بله یک دیقان باشد، یک راننده باشد، همسین همین و در دوره شوروی همین قدر مکتب خونده است، همون یک بهای 3 بزور به او ماندن از زبان روسی، این خیلی دیکتن به زبان روسی در دوره مکتب خونیش نوشته است و بها گرفته است و نامه کمال اون دوره اتستات میگفتند، اتستاتت گرفته است. اتستات مکتب میانه رو این خیلی گرفته است، با کدام واسطه گرفته است و تا پروفسوری رسیده است. این شرمندگی برای یک ملت است. باز از این همکاره بوده است، 5 هنر بوده است، بود وزیر خب معارف، حاضر باز کمیته تلویزیون و رادیو شنوانی پگاه میبرند اینا وزیر شاید تندرستی هم مونند. این چی شرمندگی است؟ این چی دولتداری است؟ پس با کدام معیار اینا را انتخاب میکنند؟ این عجایب است، این بسیار عجایب است. میخواستم شما در زیر شرح ها رو نویسید. مرحمت پامیر. سلام علیکم. و علیکم السلام. خب برادر شیرزمان، من قطعی شما بسیار میخواستم صحبت کنم، لیکن با پامیری نمیشد که جا دیگه مردم هسته برای من با توشکی گپ میزنیم. خیلی بعد شما رو شما میگیرم، بعد شما در زنگ میزنم گپ ما میگیریم. خیلی ما این اوز نگاه کن، یا اومدن در پامیر گلبدین چی کردن. این گلبدین یک رزویدکا بود، گلبدین از بین بردن. این چیلشون محمد باقر بود، این معلوم است. این گلبدین از بین بردن، دیدن که مردم چیکار میکنند. اوز دیدن که مردم خیست، اوز کماکر قفو ششتند. اوز ایو میگن محمد باقر یک چی لیدر نورسمی میگن، چی میگن یو؟ غیر رسمی. غیر رسمی. من همین یک سوال شما میخواستم، همین ایرا غیر رسمی میگن، اگر رسمی چی میشود و غیر رسمی چی معنی دارد؟ رسمی اما میر شهر است، اما میر شهر شودی کفرسلانی و ریزا نظرزاده، اما لیدر رسمی که رامان فورا اعلام کرده است. لیدر رسمی الشیر میرزا نباتوف، لیدر رسمی رئیس جماعت. اوز نگاه کن، اوز نگاه کن، از همین به خلاصه ما میگوییم که در تاجیکستان همین خیلی است. رسمی امو آدم میشود که او را حکومت انتخاب میکند، نه مردم. اگر ما انتخابات کنیم باقر مانیم و میرزا نباته، 100% باقر جا میگیرد، رسمی میگیرد. لیکن اگر امیا امروز باقر نارسمی میگن، اگر از قانون و از قاعده نگاه کنیم، نارسمی میرزا نبات است. او در پامیر یگان آواز نمیگیرد. بله. بله 100%. خیلی با نگاه کن، ما چیکار کنیم با می حکومت ما چیو می можем ожидать от них, да? Хорошего, я имею в виду. بله. خب تشکر از خب یا سوال دیگه داشتم. این همین رئیس اوز نشان دادی با روسی گپ زد و با توجکی هم گپ زد. این مردک گفت که ما نشان میتیم اما چیزی که به فایده ما است. این مردک گپ راست گفت که امی حکومت چیزی که به فایده خود است امو را نشان میتد. یعنی ما یک دیکتاتوری که چستیم این امی را نشان داد. Па остая пословица, кум беган наихудшим дается правление наихудшим.
نخو مردم ما همین قنای خود چیسته که مور همین خیلی پراولینه در بر سر موضوع است همین خیلی حکومت. خب این احمقیه که این گفت که ما اون چیزی رو نشون میدیم که یعنی خودمون حساب میکنیم که او برای شما فایده آور است و اینش به شما ضرر آور است. یعنی من بی سواد، منی که شما از سواد من امروز درک دارید، من تصمیم میگیرم که چی را به شما نشون دیم چی را نه. و همه همین تصمیم من خوب می بود اگر تلویزیون خصوصی من می بود و از جیب من مبلغ گذاری می شد، هیچ مشکل نیست. لیکن این تلویزیون مبلغ گذاری از جیب مردم می شود و همه قشره های جامعه حق برابر برای دسترسی به همین خب تلویزیون دارن، حق برابر داریم. اما کمیته 44 که شهروندای تاجیکستان هستند حق دارند در تلویزیون بدخشان که یک طرف مذاکره هستند. اونها حق دارند که در تلویزیون بدخشان حساباتی هستند از همون رفت تفتیشات و از دیگر و دیگر. این حقی جانی اونها است. اونها که ما را که در داخل بودیم حزب اپوزیسیونی بودیم و ما را حق نمیدادند در همین تلویزیون و در دیگر شبکه ها، در دیگر واسطه های اخبار عامه غیر قانونی کار بود، چون که ما هم شهروند تاجیکستان بودیم و قانونی عمل میکردیم و اون بودجه که برای همین معاش و دیگر برای همین تلویزیون داده می شود او حق حلال همه شهروندان است و ما باید تماشابین شهروند باید انتخاب کند که با ما چی مهمتر است. شهروند با تماشای اصلاح و با تماشای پیمان و با تماشای پیام خودش نشان داده ایستاده است که برای شهروند چی در کار است. با اون تماشایی که اینا را نمی کنند شهروند خودش میداند که اینها یعنی به اینها اعتماد نیست، اینها را تماشا ندارند و این حق همان شهروند است. با پول همان شهروند می آیند چونین کنتنت به شهروند پیشکش میکنند که او اصلا به درد مردم نمیخورد. برای همین اینها در همین جا هم حق مردم را خورده ایستادند و حق مردم را نداده ایستادند. یادآور میشویم که من چند پیش گفتم بعد نیم ساعت برعکس بود است، بعد یگان 1 ساعت و 20 دقیقه اصلاح طلب می شود. من گفتم تا ساعت 16 می شوم و خیلی حاضر میمانان قطعی چقدر که شد شاید 5 دقیقه بیشتر از وقت می شد 10 دقیقه. حاضر پامیر بالاتینی بود، حاضر پامیر پیدا شد با کریلی، پامیر با کریلی را داریم اینجا. السلام علیکم. و علیکم. Akka osters geziftheid gewoon, بیغمت ماش زیمس توجیکستان اق ماشن. Akka da sarang da den go mash verodat jamat ja det sankt det panemat kanal da shorik kholu ba misolosum pomira Pamirs большими буквами да имите это са чёс нам сорози ну фаме чоршамбе в темата да не са это чёс но рузанам пасмашам вероца да дин ангаж веромаша пас бад дозон сорана маш навади верод чичам пас миснис маш девер верод по большому санжава да чишатин кару там соя цалевин ve mala pedeni ve vero zinin to vero to palin zinin tot qara urit kandene vish nizge khowachat nis da tsava khowdamsi az de paslaki mash khobat pomire ames pomire atresam mash chiz gada zoqde nishri va misolandi da savor to kayaki za de vodam nafam tsanga de bli qari nakne nigditin da tsava Salevin duske ka khodos daro uskeli. At fucking
Kőze, csízerés, udal, galiszas, paltamó, sok, én énet niszi. Kawak dőnga muga volt, tak stó, سلامت bachodó, tajó, holó, این برادر سلام علیکم سلامت باشی. این برادر میگه که خیلی اینها میگن شما برادرای ما هستید، یعنی عمومی کرد همین قضیه که این البته حیب مقامات تاجیکستان است که چنین برخورد با بدخشانی ها کرده است طول حداقل 10-12 سال اخیر که مردم بدخشان هر روز بیگانه تر از مردم دیگر مناطق تاجیک میکنند. این میگه که کجاست برادری شما؟ چی به شما واکنش نمیکنید؟ چی به شما از بدخشانی ها دفاع نمیکنید؟ چی به شما از جانبداری خود از بدخشانی ها سخن نمیکنید؟ شما خیلی برادرای، یعنی منظورش از برادرای دیگر مناطق تاجیکستان، یعنی اون چیزی که ما میگیم تاجیک ها و پامیری ها. و کمی دغلتر هم شد این برادر، من زد هستم چون این دغلی، لیکن احساساتش رو میفهمم چون که امروز در خوروغ خیلی خطر جدی تهدید میکند و همه ای کار رو کرد امین رحمان و فدار و دستش که مردم بدخشان، اکثریت مردم بدخشان، جوانان مخصوصا، این رو همچون دشمنی قومی نسبت بدخشانی ها قلمداد کنند که چنین برداشتشان جا دارد، ناجا نیست. چون که چنین برداشت از کجا میاد؟ اینا آمدن تمام وظیفه هایی که در کلیدی که در قلمرو بدخشان هست در اونجا غیر بدخشانی را ماندن و یک دو بدخشانی که رنگ علیشهر میرزانباتوف و همین میر شهر و دیگرها هست، اینها یک وقتا من به یکی از همین جنرال های کمیته دولتی امنیت ملی هم همین نگفتم که شما چخل در بین بدخشانی ها از همه نامرد، از همه بوز پیدا میکنید و بالای ما در وظیفه میشنونید. این همین سیاست را روسا نسبت 15 ملت شوروی میکردند، میآوردن روسا میشنوندن در وظیفه کلیدی و تاجیک و ازبک یا دیگر ملت را در مملکتش همون را میماندن که او محبوبیت در بین مردم نداشت، او نسبت او مردم نفرت داشتن، همین خیلی میماندن. امروز امین رحمانوف عیناً همین کار را با بدخشانی انجام داده است و این دشمنی رحمانوف نسبت بدخشان و نسبت تمام ملت تاجیک است که همین خیلی برخورد دارد و متاسفانه همین برخورد غیر ملی، ضد ملی رحمانوف باعث شده است که بدخشانی ها این روز از روز خود را بیگانه احساس میکنند و این روز که همین اوانگارد و فرمه جواب آمدند کولابی ها را در کولاب خوب صف زدند و آنها تهدید به بدخشان کردند که اگر شما آرام نکنید ما در 92 شما را کشتیم، حاضر باز آماده هستیم، ما ارتش رحمانوف هستیم، پیاده نظامی های رحمانوف هستیم، ما آماده هستیم باز امان 92 را از نو، امان قتل عام بدخشانی ها را از سر گیریم. البته که اونها هیچ کس نیستند، اونها نمایندگی از کلاب را ندارند. ما میدانیم، اونهایی که آگاه هستند میدانند این چی صحنه ها هستند، لیکن در بین مردم، در بین تمام استفاده برنده های شبکه ها که همین نوارها اونجا پم می شوند، البته که نه همه چنین خوب فهمیش دارند. البته که اون نشانه که اون مقصده که اینا در نزد خود گذاشتن بعضی وقت به نشان اینا میرسند. در معنی بعضی برادران اینها به نشان میرسند و از این ملت در اوضاع بسیار صدمه کلان وارد می شود به ملت. خدای ناخواسته اگر امروز در خوروغ یک عملیات را انجام دادن، این باز تعداد بیشتر مردم بدخشان رو
از نفرت نسبت دیگر تاجیکان رو در دل مردم بدخشان اینا با همین عملشان خواهند کاری متاسفانه مرحمت عمردین حسن دین عمردین نه حسن دین میبخشید از همین جو نمیبینم حسن دین سلام علیکم و رحمت سلام الله و برکاته به تمام برادران. خب ما در یک جای نامناسب هستم، به فکرم سر صدا بسیار است، اونقدر آروم هم نیستم از هر طرف، اما کوشش میکنم که یک چند سخن مرحمت نسبت به این مسئله گفته بگذارم. مرحمت خب ما صداتون در خب صدام خوب است. صداتون خوب است بله. خب ما در همون یک داخل شدم، برادر شرافتی ندیدم، همه صحبتاش ندیدم، اما اخیرش گوش کردم. گفت که مقصد گنسید شده است. ما هم یک مردمی هستیم که اگر سلام بگن کلا میبریم پیشکی، نه که گنسید یک قاعده دیگه داره، یک خلق دیگه نسبت یک خلق دیگر قتل عام میکنه، او را میگن گنسید. اما این امام علی رحمان که نسبت خلق خودش چنین کرده ایستاده است، این نسل کشی حساب نمیشه و این ملت کشی خود میشه، یعنی که قاتل ملت خود میشه و این خیلی بگیم خوبتر است. چون که ما مسئله گنسید این مسئله را بیاریم، همین صحبت های خودت کرده که مثلا جدایی شده ایستاده است، این یک مسافه طولانی البته بین مثلا مردم این طرف نسبت اون طرف میشه و خودش یک بمب تیار میشه. من گفته بودم که مثلا در صحبت پیشتر که مردم ما در خونش چی میکروبی است که همین یک کمتر فتنه را در بانشو پرتاین، در حال یعنی که به جدایی میروان میرسن، همه خیلی است. اما در مورد زبان گفت، با فکرم برادر شراف‌الدین نمیدونه که در بدخشان چند زبان است. در بدخشان زیاده از 8 زبان است که همه اونا در هر منطقه خودش اگر که در مکتب درس جاری کنن باید 8 زبان جاری کرده شود. پلوس این یک زبانیگه در یغناب داریم که برای این مردم ما زبانش که به ترتیب داریم، یعنی در الفبای خودش، یعنی یک الفبای نو بسازیم که در الفبای فارسی عربی اساس است یا اینکه دمی الفبای کریلی است. خب این قدر این مسئله است. اما نمیشه که ما یک زبانی اگر شغنانی را بالای همه اونا جاری کنیم، این خودش یک به انصافی نسبت اون مردم دیگه طرفا میشه. باید این چطور هم باشه با نظر بگیریم و این مسئله را. در فرانسه 4 زبان، در شویتزاریا 4 زبان است. نه مردم شویتزاریا در 4 زبان می‌آموزند. در 4 زبان شما منظور ما را نفهمیدین. نه فهمیدم 4 زبان دولتی رسمی است. میفهمید؟ یعنی نه برای من فهمیدم برای اگر اراده سیاسی باشد راهش رو یافته می شود. نه من فهمیدم. نه فهمیدم این زبان ها یک چیزی است که برای همین مردم ایرانی ها، نه تنها برای مخصوص تاجیکستان، این مخصوص برای ایران، برای تاجیکای افغانستان، این یک چیزی است که مثلا یک آثارخانه زنده است. این را باید در یک چارچوب علمی بدارن. یعنی میگم که یک الفبای بعد از نگاه شما اگر شغنی رو هم خوانند این نسبت آنها تبعیض می شود و بله من اگر آذر پارسی را خوانده ایستادن این تبعیض نیست. نه منظورم که اگر ما امروز که در مقامات دولتی و در مکتب ها ما رو با زبان خودمون حرف زدن نمیمونند، این تبعیض نیست. نه اون مسئله چه یک طرف نگذاریم. نه من بحث برادرانه دارم. نه من فهمیدم. دیت نه. بحث برادرانه من با شما موافقم. لیکن بیاید یک نسل کشی، چرا نسل کشی؟ ببینید همون رقمی که اینها هر روز این را معرفی کرده ایستادند، یعنی آمدند و از ما پرزبان ها رو جدا کرده ایستادند، هر روز نوار میکنند و ما دونج و درواز جدا میکنیم.
یعنی خودتون قضاوت کنید. یعنی وانجو دروازه از شما جدا میکنیم. یعنی دشمن نشان دادن، دشمن قومی را نشان داده ایستادند اینها و اینها مسئولیت دولتی دارند و عیبدار هستیم همه تاجیکان اکثریت، اونایی که زبان پارسی تکلم میکنند، اونها عیبدار هستند که در سرشان همین قدرت است. همین بدخشانی که گفت حق است. ما 3% بدخشانی قدرت نداریم که برای شما انتخاب کنیم یک عمومی ملی حاکمیت رو. این شما هستید اکثریت که عیبدار هستید. اون که غربی ها نسبت ایران تحریمات جاری کردن، اونا چرا کردن؟ چون که مردم ایران نگفته ایستادن که این شما مردم عیبدارید که این حکومت اسلامی در سرتون است. نسبت شوروی که تحریم جاری کردن گفتن به شهروندان شوروی که شما عیبدار هستید که بالای شما همین خیل حکومت غیر مردمی است. امروز او بدخشانی که نسبت اکثریت تاجیک دعوا دارد او حق دارد، چون که همین اکثریت تاجیک تا کی همین خیل ما خود را پس میزنیم؟ تا کی ما غلام هستیم؟ تا کی ما تا حد ما در وطن خود را غلام کرده ایم که ما نسبت یک پلیس روس صدا بلند کردن نمیتونیم. نه فقط پلیس روس، در هر جایی که میایی تاجیک مورد اذیت و آزار قرار میگیرد. چرا؟ چون که ما در تاجیکستان ما شکست خورده ایم. بله، گفتای منم به می خاتمه می آمد که گفتای منم به می خاتمه می آمد که اگر ما بخوایم که همه را جابجا کنیم باید همه مقصد زبانهایی که هست اونا را به نظر بگیریم. یک دیگه‌مش که بعد چیزی گفتنی بدم که دیگر از یادم رفت. خلاصه که این آدمی که گفت به زبانی به یک زبانهایی که شما صحبت میکنید صحبت کرد، من نفهمیدم، خود ترجمه کردیم، من داخل در اومدم که دیگه نفهمیدم که درباره چی گفت زد. اما فهمیدم که مقصد میگه که چرا که مردم دیگه منطقه ها خاموش هستن نسبت ما صدا بالا نمیکنن. ولو مردم دیگه منطقه ها را اونا مادر یو عبدالرحمن گرفتن بردن، یک صدا بالا نمیکنه در تای مثال بینیشون. ایجا نباید مقصد رنجید یا که یکم فکر دیگه کرد. این مردم ما را به همین درجه آوردن. به همین درجه همین مردم حق داریم از همین مردم طلب کنیم. حق داریم. برای چی ما نسل کشی میکنیم؟ اینا آمدن بین ما و شما جدایی انداختن. اونه که به پارسی حرف میزند وانجو دروازه میگن اینا را جدا میکنیم. حتی شکاشما گفتن او را از شما جدا میکنیم و شما را قتل عام میکنیم. شما را مجبور میکنیم که شما در تابع باشه. یعنی اینها خودی هن. شما کافرها را ما مسلمان میکنیم. گپشون همین است. نفهمید؟ نه اینا کافران نه، اینا هم مسلمان را اساسی اول هم مسلمان هر معلوماتی که درباره بدخشان میرود از روشان سر کرده تا اشکاشم حتما عرق خوری را میگن، حتما مواد میگن. این معنای چی؟ معنایی که در دوره شوروی در بعض منطقه ها افراطی های بودن که پیاله یک بدخشانی را که میمونش شد میشکستن بعدی او. ما و شما خبر داریم از این. یعنی این افراطی ها بودن. از همه زیاد افراطی امروز در زندان است و در کگبه است. در زندان است و در حیاته که اون قاتلانی که بودن اونا 100% افراطی هن. اونا آمدن یک کافر را کشتن. میفهمید؟ رنگ داعشه که نسبت اهل تشیع دارد. این همون افراطی های در حیات جز و تامای هستند که رنگ گلمراد علیمزاده آمدن یک کافر را کشتن. این همین گپ ها را میزنن. میفهمید؟
برای همین ما نسل کشی میگوییم، چون که نه اینا من چنین قلم داد میکنن. نسل کشی از طرف رحمانوف، یک در افریقا هم یک چیز بود، یک دیکتاتور بود، ملت خود را کشت، او را نسل کشی نام نهادن در دنیا. او هم ملت اونها بود. آدم که میخورد، نامش از یادم برآمد، آدم میخورد، او ملت خود کشت، لیکن در دنیا نسل کشی نام گرفتم. نسل کشی است. اگر او آدم هم ملت منم باشد و به فایده بیزنس دامادش مرا قتل عام کند، این نسل کشی است. چی باز اینا چی بگوییم؟ کرویز مرمت. Алло, меня слышно? Да, слышно. У меня такое обращение, я гражданин Таджикистан. У меня такой слух доходит. Сейчас Таджикистан, город Харок, ситуация напряженная. Во главе там, оказывается, действует наемная группа. Такой слух, славянский внешность они. Говорят так, чтобы отправлены они из Беларуси. Вот. Я точно не знаю, там интернета нет, оказывается. Ну, там фотку они сфотографировали, вот так они бросили по сетям. Звонили там. Вот у меня обращение такое. Если у вас есть возможность, может быть, вы мой голос проводите на английском, на русском, чтобы, может быть, это достаточно до президента Беларуси Лукашенко или КГБ Беларусь, чтобы они, может быть, изучать этот вопрос, это насколько это верно. Потому что есть там доказательства, есть там фотки, которые там есть славянский внешность, они вооруженные, сидят там Харок где-то. Вот. Вот у меня такое обращение к вам. Можете это распространить, может быть, кто-то это узнает, я не точно знаю. Это تشکر زیاد. Так, еще у меня есть такое обращение к каждым помирцам, которые там сейчас молодые ребята есть. Пускай они фотографируют, кто чем там дышит. Хотя там интернета нету, но можно на камеру, на телефон можно фотографировать. Поэтому они вот не дадут, значит, интернет для этого. Этот сценарий, говорят, в 2012 году, по-моему, тоже такой сценарий был, там снайперисты были, тоже не таджикские национальности, были они, славянские внешность. Вот это все надо изучать. У меня по весь народ Таджикистан такая просьба, если это действительно так есть, пускай фотографировать, что за банда там, откуда там появился, кто его туда отправил. Вот это у меня такое обращение к вам. Вы можете по-разному, у вас же больше возможностей, вы можете это проводить по-русски, по-английски, может быть, это до кого-то, может быть, это дойдет, может быть, до правительства Беларуси, может быть, до этого. Вот у меня такое обращение. Спасибо вам. تشکر زیاد. خب این برادر برای شرکت بلاروس ها در همین قضیه خروق نگرانی خود رو میگه. ما همین آوازه ها بودن، لیکن تصدیق رو نیافتیم از منبع های مستقل معتمد و گفتن نمیتونیم که در آنجا یگان نظامیان دیگر کشورها شرکت دارند یا نه، و ما البته نمیتونیم همین رو اگر شرکت هم کنند ما نمیتونیم که پرزیدنت بلاروس رو بگوییم او بیاید و به ما روی راست بگوید که بله هستند. البته که نمیگد. البته که خب اونا دیگر ما بعد از اون در سال 2012 حتی در هیئت همون
نظامیانی که به خروغ آمدند در حیات آنها زادگان بدخشان هم عیان پیدا می شدند بودند. حتی آدما میگن که در حیات همون در خب حیات همون سنایپرها هم بدخشانی بوده است. یک بدخشانی در همون بتری که به محله برخروغ در اومد و سوخت و خب بعد از اونجا بر اومد و او برادر بدخشانی ما در همون بتر سوخت و جان سپرد. و یک بدخشانی دیگر مردهش قطعی خدا رحمتی سبزعلی در و زولدان یعنی در موسرکه پرتافتند و زیاد همین خیلی در حیات همونها بدخشانی بود چه رسد به اون که تاجیکا خودشان اگر با اونها اگر اطلاع ما دقیق باشد که به اونها اینها مکافات پولی هم تعیین کردن در بین تاجیکای خودمون یافت میشوند در این قدر قاتلان. مرحمت وانجی مه. السلام علیکم. و علیکم السلام. برادر من از امی گپاتون گوش کردم گفتم بدرو من سخن کردم من по поводу که وایو میگن وایو کافر بکشیم یکمش در گپ حق ندارم بزنن دیمش که وایو همه خیلی مسلمانان که یک برادر نمازخونی میره و نمازخونی نمیمونن او همون خیلی مسلمانان که مسجدها را محکم میکنن او همون خیلی مسلمانان که مادرای ما به سطر میگردن ملیسا میخپن بور میکنن او زن یک است خواهر یک است مادر یک است او چون مسلمان میگن ما ای یک دیمش که وقتی که ما نه گپ مبانی ما دا میره اینا تو اوش پومیری تو غرمی ما ایجاد خیلی مادری ما او خواب کرده اوجا دا اورا کشن شما اگر مبانی ما همین گپ راواز نشید کروی یا правильно رفته است مبانی ما دا این همین را دخته استن که ما یادگیرمون پادش نکنیم مبانی ما دا باید این گپ بمبره که تو اوجا ما هممون یک شهروند تاجیکستانیم неважно ты уҷада урус забони ты уҷада форс забони ты узбек забони ты ягон шаҳрванди тоҷикистонем тамом мо як цел дорем ҳамамон ин зулм не только ба сари помира омадагаҳо воз помира бисёртар давид доранд бисёртар не конкретно давид доранд уже армия пармияро бурдагианд не ки мо ҳам ҳамин 30 сол амраи шумо қатъи шумо морам ҳамин хел азоб додастанд ё террорист меган ҳозирна маҳмад бохира террорист номери як эмомалӣ хичай террористи настоящие ки даҳу сирия даҳу чиё одам мекафоанд ҳамун террорист уққа одам киштагӣ нест чени эмомалӣ барои ҳамун бародаро мо бояд и гапора баҳс кунем мо ҳамамон бародарем и лаънатиёро ку ёро просто гирифта дафт кардан дар кор дафт карда ба як шарт мешавад ки мо ин ҳамин гапора баҳс кунем бихезем як шем ҳами баъд ёро дафт кунем то мо як нашем бовар кунед намеша мора тоқа имона меян уҷада модаромона мекишану тирма мекану кадомаш агишнагидам уша уҷада и давом дод сё хуш بدترین میشه و بهترین نمیشه همین 30 سال ده نه بدترین همین 30 سال همین سال با سال بیزف شده هم زندگی خین شده تاجیکستان ده همه طرفا هم Минздрав наука образование همه سال با سال همه ریخته است یگان چه آبادی یگان چه بهبودی نشده است هم نمیشود. تشکر برادر درست میگوید بله ما البته که یک ملت واحدیم ما البته که شکر الله که از سال 92 به امروز خیلی فرق هستیم در متحدی در یگانگی یعنی همین همه اونهایی که بر ضد همین ظلم هستند نوابسته از آنی که او بدخشانی است غرمی است سوغدی است کلابی است اصلا ما خیلی برادر و خواهر شدیم
ما در این راه خیلی متحد شدیم، چون که همون یک ظلم را تجربه کرده استودیم. این درست است، لیکن اون چیزی که من گفته استودم این هم باید ما اعتراف کنیم همه کسا که همین رژیم همین کار برده استوده است، یعنی نشان داده استوده است، اشاره کرده استوده است که این فرق کننده است و این حاضر آمدند اعلان کردند همه ما را گروه متشکل جنایی و چقدر که مرد چقدر ماند اونا را خوب دیگر زیر میکنیم، چون که در اون چیزی که واقعیت است آوردن در مابین شهر موندن 5 تا بلوک پست، رنگی که همون فاشیستای نمیست در فرض کردیم بلاروس میکردن در دیگر جو، اینا اومدن بلوک پست ها موندن. در بلوک پست ها خب آدمای غیر بدخشانی حتما باید باشند، یعنی همین ضدیت بین بدخشانی و غیر بدخشانی را اینا همین تخم کاریده ایستادن. ما و شما بیایم و ما و شما اگر این را اعتراف نکنیم که واقعا همین حکومت در طول همین 20 سال اخیر یا بیشتر نسبت به همین کار در بدخشان همین خیلی برا مانده است که همین بدخشان این را یک نقشه ضد بدخشانی، ضد پامیرگی، یک نقشه ضد قومی احساس کند، همین را درک کنیم. ما و شمایی که مبارز هستیم بر ضد همین رژیم، ما میدونیم که بله ما تاجیکیم، ما همه یک پرابلم داریم، لیکن همان واقعیت را هم باید ما اعتراف کنیم که چنین مناسبت دارند همراهی بدخشان. مرحمت. یا برادر راست میگه. گپش ما یه دادن. بخشش گپ زنین، بخشش با من میگم سخن من. مرحمت. الو سلام علیکم. کی همراه بدخشان بیایید شما گپ زنید، و این برادر شاید یگان رپلیک داشته باشم بعد باز میگم. الو سلام علیکم. همین همراه بدخشان است. سلام علیک برادر. صدای ما آمده است داده؟ بله خیلی خوب اومده است. سلام علیکم اکا علیم. سلام به تماشابینان شما. هزار رحمت که چون این برنامه ها در فضای اینترنت است برای پشتیبانی مردم بدخشان شما تهیه میکنید. و من یک چیز گفتنی بودم که همین امام علی رحمان با طالبان پیشنهاد کرده بود که حکومت اینکلوزیوی تشکیل کنید و از افتش طالبان به گپی امام علی اهمیت ندادن. امام علی تصمیم گرفت که قصد طالبان را از مردم بدخشان بگیرد و انشاءالله موفق نمی شود و با شما موفقیت خواهانم اکا علیم. و گپی دیگر ندارم. اکا علیم میکروفونتون خاموش های اکا علیم. من خاموش. چی گیران کردین؟ آزی اوژه ساز. میکروفونتون هست. آوازتون هست. خب مرحمت. کی است در نوبت؟ ما با برادر همه چی را سیم سخن ما گفتنی بودم که برای چی ما ژورنالیست نداریم. ژورنالیستای ما همش وقتی همین تلویزیون کلچات میکنی نگاه میکنی بخشش بوی آخر ایلیسیدنشون یک حقیقت نمیگن و یا فقط برنامه میکنن که چیزی полезное государство میترسن. این значит شما ژورنالیست نیستین. این برادرایی که از این برنامه سیاسی میبرن یا больше чем журналисты یا را گفته میشه чем شما را. ما او را که
гуфтаистам ки дар тоҷикистон телевидениёда иштаган ман ановора дар назар дорам. Шумо журналист нестен ягонтар. Журналист уае ки тай тиру туп ина медроя барномашона рост ҳам мега халда. Вақте ки одаме ки рост гуфтания у просмотр ҳам мегира ҳама чиз бите вайда гап чӣ ба наметен гап. Шумо фақат бояд ҳами чӣ кунед ки мағзи одамота чизе шумода дар кора ҳамура биген одамота чизе дар кор неста што буҷада набошад. Барои ина охи и ҳамаш маълум аст барои чӣ ира шумо кардистем. Не ки шумо журналист нестен, надорен Тоҷикистон надорен шумо намедонам шуморо чӣ бугум, чӣ хеле бугум, аму чоплусо шумо аму чоплусен. Ҳамат. Барои ки роста намеген, намемонад ҳақиқата ки дар телевизор буброян биган. Халқ бифаҳма ки чӣ гап рафтен на самом деле. Халқа чӣ гуфтестен ки ва ё террорист, ва ё ихел бандит, ҳамара ҷанг дохтестен, иша ба иш чтоб ненавист пайдо шавад. Раҳмат ба шумо. Худо барори кортон бурад. Дар амони худо бошед. اینجا یک میمون چیز دارد پافشاری دارد که قبول کنیم اگر یک بار دیگر زنگ زد قبولش میکنیم مجبور میشیم لیکن این دفعه خب تمام میمونا تمام شده خب کی محمدی تشایف برادر مرحمت بفرمایید سلام صدای شما خوب نیامده است یا از من باشه صدای من نیامده است صدای ما هست بله 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 محمدی فکر میکنم مشکل در اینترنت من باشد صدای شما خوب نیامده است برای من صدای من خوب نیامده است بله خیلی صدای من فکرم که اینترنت یعنی برادر محمدی اینترنت هم باشه برای که محمدی که خودت گفت اینترنت چی صدایت خوب است من میشنوم او شما را میگه که واسون بزه به من نسینه که من شما را خصوص ندیستم برام که اینترنتی او باش کرم کمتر ایو خراب بود است هازی گفت میدرویه حاضر همین خانم میرنبی را مجبوریم که قبول کنیم تو اومدن وای این خانم بسیار اصرار دارد да слушаем вас здравствуйте слушаем вас доброго вам здоровья здравствуйте приветствую всех мужественных стойких всех достойных уважения во всем мире граждан горного Бадахшана да спасибо услышали вас я Майрамби Шарифзода хочу маленькое такое объявление сделать, что у меня есть сайт и YouTube канал. Называется Интеграл. Интеграл. Интеграл ТЖ. Интеграл ТЖ. Интеграл TJ.org. محترم تماشابینان اینتگرال TJ.org مرحمت بفرمایید پیش خانم میرنبی اینها خیلی وطن دوستن YouTube канал и этот самый сайт. باشد интеграл TJ. Да, теперь, значит, разрешите мне сказать немного и много. Значит, по поводу уважаемого Мухаммад Бохира. Этот человек заслуженный. Этот человек служил при Советском Союзе, при становлении конституционной, как говорится, справедливости в Таджикистане. Он является одним из честнейших людей в мире, одним из самых настоящих достойных людей в мире. Почему сейчас его шельмуют? Почему хотят его убрать? Только потому, что он очень много знает о негативных
деятельности нашего настоящего правительства и государства. В том числе сейчас кто у вас там сидит, который начинает мутить всю эту воду? Где? Поэтому на Памире у вас сидит этот самый... Алишер Мирзонабуд. Да. Во-первых, смотрите, то, что хочет за 30 лет правления власти, это коррумпированная, это организованное государственное, масштабного государства, это преступная группировка в лице Эмомали Шариповича Рахмонова, захватившего власть в Таджикистане, у него только одна цель – разделять кишлак на кишлак, разделять улицу на улицу, микрорайон на микрорайон, разделить всех людей, вот довести их до такого состояния, чтобы отец боялся матери, сосед боялся соседа. Вы смотрите, сколько преступлений, сколько поножовщины по всей республике. Вот как раз-таки по этому методу они действуют. А этим управляют его уже внуки. Вот эти авангарды. Никому право не дано делить граждан или делить людей по их социальному, по их географическому, по их национальному или вероисповеданию. Перед законом всего мира и перед Богом все люди одинаковые. И все имеют право на жизнь, право на самостоятельность, право на свободу, право на защиту своих гражданских человеческих прав. Сейчас, вот в настоящее время, то, что ведется такая пропаганда, агитация против граждан Бадахшана, ну это целенаправленно. Это дураку известно, что это целенаправленная, подготовленная с февраля 1993 года, когда он ослушался в скобках своего ставленника отца Каримова, Ислама, в Узбекистан, и приехал в Китай. Вот тогда он подписал, тогда он продал все эти земли. Но это должны знать люди. Но он забывает, что это самый главный геополитический и геостратегическая точка мира. Что там находятся все таблицы Менделеева на Памире. Так. Особенно на Памире. И поэтому сейчас он старается, то, что он уже подписал задним числом, что на 100 лет отдал всю территорию, начиная от Мургаба до Рушана, хочет вот это превратить. Поэтому он сейчас старается всеми правдами и неправдами оклеветать весь этот народ. Спасибо, Майрамби. У нас время ограничено. У нас один еще гость последний. А вы мне, извините, пожалуйста, одно слово дайте сказать. Давайте. В защиту уважаемого Мухаммад Бухира надо обратиться ко всем ветеранам, пограничникам Российской Федерации, которые когда-то служили в СССР и которые сейчас находятся в властных структурах Российской Федерации, Государственной Думы. Спасибо. Никто не имеет права тронуть даже пальцем. Спасибо огромное за ваше участие. Дай Бог нам в скорейшем времени избавиться от этого тирана, избавиться от этого несчастья. И дай Бог, чтобы Бог нам всем помог, чтобы мы все были вместе. Аминь. Спасибо, до свидания. Спасибо вам большое. خب محمدی آخر میمونه قبول میکنیم محمدی سلام علیکم کریم خوب هستید علیکم محمدی چه خیلی شکر سلام به همه بینندگان فکری خود ما گفتم در این برنامه شما بیان کنم امروز یک نوار دیدم راستی خیلی با تشویشم آمدم که این حکومت ظالم این کمیته امنیت با فتنه‌های نوی را در جامعه مطرح کرده است که یک گروه از ساکنان اونا ساکنان نیستند اونا یک گروه از سهامان منطقه کلاب هستند که
جمع آورده است و نوار گرفته است گویا یک گوشزده و مردم بدخشان گویا که محمد باقر جنایتکار است، مردم بدخشان جنایتکار است، اونا صدا بلند کردن. این همون فتنه های سالهایی که شوروی امنیت شوروی میداغ بین مردم بدخشان و مردم کلو میخوان که را دوباره زنده کنند. انشاءالله امید دارم که دیگر این تیرشان خطا خوردگی مردم فهمیدگی ما اون به مردم میگم یک گروهی که در اونجا برآمد کردن واقعا تحقیق کنن، امونا یا جنایتکارن یا یگان متهمی یگان به یگان جرم مورا متهم کردگیان، اونا برآمدگی بر مقابل مردم ملت خود برآمد کردستان. خیلی که ما سال 2013 بود استاد محیدین کبیری در منطقه کلوب مهمان شده بود. اون امنیت کلوب یک گروه از همون آدمایی که مواد مخدر استعمال میکردن یا که ماینوشا را جمع کرده بودن و در دستشان تخم و پمیدار داده بودن که وقتی که آمد به اون حمله کنید. وقتی که برادرای ما اونها را گفتن که قسم هم بخونن با مادرشون که ما را دستور دادن که با تخم آمدن هم را بزنیم. اینا همون فتنه را دوباره میخوان زنده کنن. انشالله امید دارم که دیگر ملت فهمیدگی مردم بدخشان نیمی تن ما است، خون ما است. انشالله دیگر ما را جدا کردن نمیتونن. من که 2 سال نون و نمک مردم بدخشان را خوردگی هستم، از اون مردم هیچی بدی ندیدم. تا حاضر دوستای دارم در آلمان، در تاجیکستان، تا حاضر از اون مردم بسیار دوست و برادرای دارم. یگان کمبودی یگان مشکلی از این مردم دیدگی نیستن. انشالله امید دارم که اینا فتنه هاشان شکست میخورن، به این فتنه هاشان مردم فهمیدگی است. گفتم همین فکر ما بگم آقای دیامون نواره که از کلاب یک گروه متهمان برآمد کردن. سلامت باشید. تشکر زیاد محمدی. خب دوستان عزیز، ما خب قریب 2.5 ساعت با شما بودیم در افیر در پخش مستقیم. من بعد نیم ساعت رسو ساعت 5 با وقت همین ورشاوا، ساعت 7 با وقت مسکو، ساعت 9 البته با وقت دوشنبه در یک پخش مستقیم دیگر در خواهر قادر و معظمه که ایشان مرا التماس کردن در برنامهشون شرکت میکنم، میتوانید در اونجا باز باشید در برنامه که کانال یوتیوبی قادر و معظمه میتوانید وارد شوید. بعد نیم ساعت من در اونجا هم، بعد نیم ساعت در پیمان ملی در کانال ماورایی پیام تیوی در تاجیکستان دوام همین ماراتون ما ادامه می‌یابد و سخن در رابطه اصلاح و محمد اقبال صدرالدین میدیم. یعنی از ساعت 5 یعنی بعد نیم ساعت محمد اقبال صدرالدین می شود استافته چیره میگیرد، ماراتون ما را میگیرد و در کانال خودشون در کانال اصلاح تیوی مرحمت کنید با اونجا و مرحمت کنید اگر کسانی خواهند که با ما باشند، یعنی یگان سخنی با شخصا با من داشته باشند، من لحظه چند باز در کانال معظمه قادر و میشوم. ایشان هم در مورد گروگانگیری ها و زندان کنی های غیر قانونی برنامه دارند و از من التماس کردند که 1-2 سخنی کرده باشم. تشکر از شما. خدا یار و مددگار همه ما و شما باشد. سلام و درود و بینندگان شبکه ماهواره پیام تیوی. با درخواست زیاد شما بینندگان در این نوار برایتان آموزش می دهیم که چگونه باید به شبکه ماهواره ما پیوست شد. برای این خریدن موجگیری نو لازم نیست و تنها با پیوست کردن یک سرک موجگیری LMB یا همان گلافکه علاوگی می توانید این کار را انجام دهید.
این موجگیری هاتبیارد است که بیشتر شما از آن استفاده می کنید. نگاه کنید. هاتبیارد 13 درجه‌ای و این هم شبکه PMC منوتو. با همین موجگیر شما می توانید با ماهواره یوتلسات پیوست شوید. برای این یک دانه سرک موجگیری لازم داریم، یک دانه دست قیچی و یک دانه خمود. دست قیچی را با خمود روی سرک موجگیری هاتبیارد می چسبانیم. سیم را با LMB یوتلسات پیوست و سپس تنظیم می کنیم. این هم ماهواره یوتلسات و این شبکه منوتو که در اولین مقام پیدا شد و حالا ما آن را تنظیم می کنیم. اینک ماهواره یوتلسات تنظیم شد و چنانی که میبینید فاصله بین هر دو سرک موجگیری خیلی کم است. اکنون می توانید با جستجو در این ماهواره شبکه پیام تیوی را هم پیدا کنید. چنانی که مشاهده کردید زحمت زیاد صرف نشد و پیوستنش هم بسیار آسان است. اکنون که یاد گرفتید هر یک از شما می توانید از تجربه پیوستن به شبکه ما یک نوار ثبت نمایید و به ما ارسال کنید. بهترین نوار به جای این نوار ما همچون نوار آموزشی استفاده خواهد شد. ما می توانیم برای بی‌خطری صدای شما را عوض کنیم. با ما باشید و برنامه های پیام تیوی را پیگیری نمایید. نشانی ما در ماهواره یوتلسات. ماهواره یوتلسات 7B، موقعیت 7 درجه شرقی، فریکانس 11262، سرعت نشانی 27500، پولاریزاسیا H FEC